شروع میکنیم دوره پاور بی آی رو. امیدوارم که این دوره براتون مفید باشه. نیازی به معرفی نیست، ولی خب به رسم ادب خودم رو معرفی بکنم. سینا محمدیاری هستم، تحلیلگر داده و مشاور و مجری سیستم های هوش تجاری در سازمان ها. امیدوارم که با کمک شما واقعا بتونیم یک دوره خوب رو برگزار بکنیم. چند تا توصیه بهتون بکنم برای اینکه یک کارشناس خوب بی آی بشید. اما قبل از اون در رابطه با این دوره مقدماتی رو بهتون بگم. یک سری جلسات رو من با پاورپوینت میگم، البته خیلی کمه، مثل همین جلسه اول که بحث مقدماته، و یه سری جلسات مثل مدل سازی و فرمول های دکسی که بهتون صرفا یک دمویی رو میدم و از اون به بعدش کلا ما روی نرم افزار هستیم. من پاورپوینت ها رو حقیقتش الان نمیخوام بهتون بدم و دلیل دارم برای این کار. خواهشی که از شما دوستان دارم اینه که پا به پای من بیاین، توی کلاس مشارکت داشته باشید و اگر سوالی چیزی دارید بپرسید. اگر نوتی چیزی میخواید بردارید رو هم حتما بردارید و من جلسه آخر این پاورپوینت ها رو خدمتتون میدم و امیدوارم که استفاده ازشون بکنید. خب یه بار دیگه فقط بهم بگید این صفحه پاورپوینت رو میبینید، صدای من رو دارید، همه چیز اوکی. یه عدد یک واسه من بفرستید دیگه، بریم سراغ بحثمون. خب پس دوست عزیزی که پرسیده بود صدا نیست، احتمالاً داره با هندزفری گوش میکنه، یه کاری هم بکنید دیگه. اوکی، بریم سراغ پاورپوینتمون. و این رو هم بهتون بگم که یک کانال تلگرامی هست که آیدیش رو من اینجا گذاشتم @IE_dashboard. کلی مطلب آموزشی هست داخل کانال، پایینش هم سایت خود من هست، اونجا هم مطالب آموزشی به شدت زیاده. سعی کنید خورد شروع بکنید و از اون اول پاور بی آی شروع بکنید به خوندن و یک سری موارد رو هم اونجا بهتون میگم که داخل کلاس ها نیست. دلیل اینکه نیست به خاطر اینکه وقتتون گرفته نشه. پس اگر سوالی یا ایرادی چیزی بود از داخل کانال از من بپرسید. خب بریم سراغ بحث. فهرست موضوعاتی که داریم اینجا براتون آوردم. بحث مقدمات هوش تجاری، بررسی ویژوال ها رو در ادامه با هم دیگه میریم جلو. شماره 3 بررسی جامع پاور کوئری، سیر تا پیاز پاور کوئری رو با هم دیگه میریم جلو، کلی مثال حل میکنیم. شماره 4 بررسی فرمول های دکس و دیتا مدلینگ، اینکه چجوری فرمول بنویسیم، اصلا دیتا مدل به چی میگن. و شماره 5 هم شاخصهای کلیدی عملکرد و ساخت داشبورد. اینا میشه گفتش که اگر این پک رو ما کامل در نظر بگیریم ترتیب خاصی ندارن. یک جاهایی ممکنه که یک ویژوال به کار ما بیاد، یک جایی ممکنه که پاور کوئری به کار ما بیاد، یک جایی ممکنه که KPI ها به کار ما بیاد. ولی خب این 5 تا عنوانی که من آوردم به صورت خیلی مختصر و مفید سرفصلای ما. حالا سرفصلای جامع‌تر رو توی گروه دوستان براتون فرستادم. خب بریم سراغ مقدمات هوش تجاری. اما قبل از اون یک ویو کلی در رابطه با بحث هوش تجاری خدمتتون بگم. این که ما یه سری کارها رو باید جلو ببریم تا تبدیل بشیم به یک کارشناس هوش تجاری. خب اگر با دیتابیس ها آشنا باشید خیلی خوبه. این دوره پاور بی آی که من برای شما گذاشتم هیچ پیش نیاز خاصی نداره. من همه چیز رو بهتون میگم. هیچ موضوعی هم نیست که مثلا اگر یک آدمی کار نکرده باشه با سیستم های بی آی به مشکل بخوره. همه چیز رو بهتون میگم. اما اگر SQL سرور بلد باشید یا به طور کلی‌تر دیتابیس بلد باشید، خب خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. اما من یه رودمپی رو هم اینجا بهتون میگم. اگر در آینده خواستید این مسیر بی آی رو پیش برید، بدونید که کجای راه قرار دارید. اولش آشنایی با SQL سرور، بحث‌های دیزاین، کوئری و TSQL خیلی به داد شما میرسه توی این زمینه. اینکه اصلا دیتابیس چجوری ساخته میشه، اسکما چجوری ساخته میشن، سطح دسترسی به چه صورت میتونه باشه، یک کوئری بخوایم بزنیم مثلا ساب کوئری، یا حتی مثلا یک سلکت، یک گروپ بای، یا مثلا شرط گذاشتن توی کوئری ها به چه صورته، یا مثلا مثل TSQL کار کردن با متغیرها، اسپی نوشتن، فانکشن نوشتن. البته فانکشن خب یه جاهایی شاید کم یا زیاد باشه، ولی خب اسپی به دردتون خواهد خورد. بعد از اون باید بیاید سراغ SSIS که یک اکستنشنی برای ویژوال استودیو. چرا ما باید SSIS رو یاد بگیریم؟ برای اینتگریشن دیتا، برای استور کردن دیتا.
اینکه یک پکیجی ما داشته باشیم، داده ها از یک طرف بیان وارد یک دیتابیسی بشن. برای ساخت دیتا ورهاوس، اینکه ما در پروژه هامون باید دیتا ورهاوس داشته باشیم یا نه. برای ساخت جداول دایمنشن و فکتمون، حالا اینها چی هستن؟ دیتا ورهاوس چیه، دایمنشن چیه، فکت چیه و اینتگریشن دیتا رو ما چرا می‌خوایم انجام بدیم، اون بمونه برای دوره‌های مخصوص خود SSIS. بعد از اون دوره SSIS رو داریم، اینکه ما باید KPI هامون رو دیفاین بکنیم و یک دیتا مدلینگی رو داشته باشیم و بررسی ریلیشن ها که قراره که اون دیتا وراسی که ساختیم چجوری بارگذاری بشه و ما گزارشاتمون رو از این به بعد از SSIS بگیریم. و بعد از اینکه این بک‌گراند کار رو ما در آوردیم، در واقع بک کار رو در آوردیم، میایم توی لایه آخر و پاور بی آی که حالا اینجا معلوم میشه که ما میخوایم داده‌مون رو ایمپورت بکنیم یا بحث لایف کانکشن رو داشته باشیم. بحث ویژوال کردن دیتا رو داریم، بحث ریپورت و داشبورد رو داریم. مثلا ریپورت چیه، داشبورد چیه که توی این دوره مفصل بهش میپردازیم و تحلیل هایی که توی این زمینه داره. شاید الان براتون سوال بشه که خب من که SQL Server بلد نیستم، SSIS بلد نیستم، SSIS بلد نیستم، چرا اومدم الان سراغ پاور بی آی؟ خود کار کردن با پاور بی آی گفتم هیچ پیش نیازی نداره و من هر آنچه که شما لازم داشته باشید رو خدمتتون ارائه میدم و جای هیچ نگرانی نیست. ولی اگر در آینده شما بخواید فیلد بی آی رو ادامه بدید، حتما باید بحث‌های دیتابیسی، SSIS و SSIS رو هم یاد بگیرید. بریم سراغ ادامه کار. و صدا نویز داره، بقیه هم میگن صدا نویز داره. صدا چطوره؟ بقیه کمی یک دادم، فکر کنم مشکل شماست همین جا. خب بریم سراغ درس. اینکه اصلا هوش تجاری ما به چی میگیم؟ هوش تجاری یا بیزینس اینتلیجنس یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان مؤثر. گفتم بهتون من پاورپوینت ها رو جلسه آخر کلاس بهتون میدم، سعی کنید نوت برداری کنید و این کلماتی که با رنگ سبز نوشتم کلماتی هستش که یا عباراتی هستش که معمولا توی مصاحبه ها چه داخلی چه خارجی به کار اومده، چون با افرادی که من در خارج از کشور هستم و دانشجویان من بودن هم در ارتباطم، معمولا هر از گاهی ازشون میپرسم که چه چیزایی اون طرف هست که اینجا نیست، یا مثلا فکر میکنی به چه چالش‌های جدیدی برخوردی. در نتیجه این دوره ها و این پاورپوینت ها همشون آپدیت میشن. در نتیجه واسه خودتون حتما نوت برداری بکنید تا جلسه آخر که این فایل رو بهتون بدم. پس ما تا اینجا فهمیدیم که هوش تجاری یا بی آی یا بیزینس اینتلیجنس یعنی داشتن دانشی فراگیر از همه عواملی که بر سازمان مؤثر، داشتن دانشی عمیق نسبت به همه عوامل مثل مشتری، جامعه مخاطب، ارباب رجوع، رقبا، محیط اقتصادی، عملیات و فرآیندهای خود سازمان. مثلا مثل مالی باشه، عملیات فروش باشه، تولید باشه، منابع انسانی باشه یا هر چیز دیگه‌ای که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان داره. پس اگر شما وارد یک سازمانی شدید و گفت ما اینجا بی آی داریم، خب ما نمیتونیم بگیم ما فقط بی آی رو برای فروش داریم. چرا؟ چون جلوتر می‌بینیم ما تو بحث‌های تحلیلی مثلا می‌خوایم بگیم که ما فلان محصول رو داریم به اندازه مثلا 2 میلیارد تومان می‌فروشیم. آیا این 2 میلیارد تومان عدد خوبیه؟ چقدر هزینه داریم؟ چقدر سود داریم؟ اصلا چند نفر درگیر این پروسه فروختن و حتی مثلا انبارشش یا مثلا بخش لوجستیکش هستن؟ پس وقتی که ما میخوایم بگیم که یک سازمان بی آی داره، باید همه عوامل و همه اون فرآیندها رو خورد و در استپ‌های مختلف وارد بی آی بکنیم. هوش تجاری یا به اختصار بی آی یک فرآیند تکنولوژی محور برای تحلیل داده هاست. پس اگر از شما پرسیدن که ما اصلا چرا داریم بی آی رو پیاده سازی میکنیم، شما باید بگید که برای تحلیل داده. البته این تحلیل داده یک مقداری تبصره داره که جلوتر خدمتتون میگم، ولی خب ابزاریه برای تحلیل داده. این فرایند در نهایت به مدیران، صاحبان کسب و کار و تمام تصمیم گیرنده‌های اساسی یک کسب و کار اطلاعاتی عملی میدهد. ابزارهای بی آی برای آنالیز و تحلیل داده ها به صورت‌های مختلفی ارائه میشه، مثل گزارش، داشبورد، چارت، نقشه، گراف و تمام ابزارهایی که بتونه اطلاعات و داده‌های خام رو در قالب‌های بصری و قابل استفاده به نمایش در بیاره. یعنی چی؟ فرض کنید شما یه جدولی دارید حالا که حاوی یه سری اطلاعات دیگه، مثلا اکسلی باشه، اکسس باشه، SQL سرور باشه یا هر چیز دیگه.
من اگه اونا رو بیام به صورت یک جدول اینجا بذارم درک بیشتری دارم، یا مثل این شکل سمت چپ به صورت یک ترند اینجا بذارم چه اتفاقی برام میفته. ببین هوش تجاری به شما کمک میکنه، دارم خط آخر میخورم، هوش تجاری به شما کمک میکنه بفهمید چه عواملی در موفقیت یا شکست پروژه هاتون موثره. همین باعث میشه که بدونید چه عواملی سود بیشتر برای شما میاره و چه عواملی سود کمتری برای شما میاره. حتی تو بحث ضررها، حتی به لحاظ تعداد افرادی که درگیر یک پروژه هستن، منابع انسانی رو مثلا در نظر بگیرید. همه اینها رو ما میتونیم با بیای تجزیه تحلیل بکنیم. الان من توی همین جدول سمت راست یه سری دیتا آوردم، سمت چپ همون اومدم به صورت یک نمودار ترند برای شما نشون دادم. این داده‌های واقعی هستن و برای یک شرکت فروشه و شما میخوام همین الان ذهنتون رو کم کم درگیر این موضوع بکنید. در چه موقعی از این ترند فروش ما به شدت اومده پایین؟ میبینید نمودار رو؟ در چه موقعی فروش ما به شدت اومده پایین و دلیلش به نظرتون چی میتونه باشه؟ دوره‌های پاور بی آی دوره‌های تحلیلیه. خب یعنی شما کار با ویژوال ها رو از این به بعد باید با نگاه به اینکه میخواد یک موضوع رو تحلیل بکنید بررسی و نگاه کنید. یعنی اینجا من یک نمودار ترند به شما دادم، باید ببینیم که اصلا چرا این نمودار به صورت ترند اومده، کجا فروش ما از همه کمتر شده و فکر میکنید چرا. فرض کنید حالا یک محصولی داره فروخته میشه، دقیقاً ژانویه 2020. پس الان از این به بعد ما همه ویژوال ها رو با نگاه اینکه چرا چه اتفاقاتی داره دور و برمون میفته باید بریم جلو. یعنی از شما نگاه بکنید یک شرکتی توی ایران روند فروشش کاملا روتین و نرمال بوده تا اینکه از ژانویه 2020 حالا بحث کرونا پیش میاد و این شیب فوق‌العاده بد رو برای شرکت میاره. خب حالا این مقدار جلو اسپویل بکنیم کلاسمون رو. چی شد که این فروشی که در واقع فروشمون کم شده بود دوباره برگشت به روال عادی؟ الان شما فرض کنید مدیر فروشید، فرض کنید مدیر مارکتینگید، فرض کنید که مدیر منابع انسانیید، فرض کنید که مهندس سیستم ها و روش ها هستید. در هر جایگاهی که هستی تحلیل بکنیم با هم الان چیکار باید بکنیم، چه آپشن هایی داریم، چه گزینه هایی داریم به خاطر اینکه فروشمون برگرده به حالت قبل. اینجا فروش ما برگشت به حالت قبل، ولی شما فرض کنید که الان تو ژانویه 2020 چیکار باید بکنیم؟ مارکتینگ و تبلیغات. چجوری مارکتینگ بکنیم؟ توی کرونا اگه شرکتمون مواد غذایی باشه یادتونه که فست فودی ها مثلا تعطیل بودن، رستوران تعطیل بودن. با فرض اینکه این برای یک شرکت مواد غذاییه، شما چجوری میخواید تبلیغات انجام بدید؟ توی اون دوره خودتون رو بذارید توی اون موقع. خب من اگر با اسماتون میخونم به خاطر اینکه توی قسمت چت فقط اسماتون رو میاره. خب پانیز نوشته که فروش آنلاین رو راحت تر کنیم، جذاب تر کنیم. خب روش به من بگید، پیشنهاد اینا همش هست. کتایان گفته فروش آنلاین را بندازیم. غزاله گفته به دست آوردن اعتماد مشتری از لحاظ بهداشتی. اینو دوست داشتم. خب به لحاظ بهداشتی چجوری مثلا ما میتونیم اینو اوکی بدیم؟ مثلا یک محصولی رو چیکارش بکنیم که بهداشتی تر باشه؟ اگر حالا تو حوزه مواد غذایی فعالیت کرده باشید میدونید که یکی از استانداردهای سختگیرانه اینه که تا جای ممکن و تقریبا میشه 99% فرآیند خط تولید بدون دخالت دسته و محیط هم محیط بهداشتی و تر و تمیزی هست. حالا از اون بیشتر میخواین شما چیکار بکنید؟ کتانی گفته پکشون بکنیم. غزاله میگه توی ویدیوهای تبلیغاتی نشون بدیم که چقدر پاکیزه بسته‌بندی میشن. آره خب این یه جورایی اوکیه. الان با این فرض که ما اول کرونا هستیم راه حل بدید. میخوام یه مقدار اون ذهنتون گرم بشه، آماده بشین که در ادامه چیکار بکنیم. چون زینب میگه چون به خاطر کرونا بوده شاید باید خدمات غیر حضوری رو اضافه کنن یا گسترش بدن، بعد به مشتری اعتماد بدن که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت میکنن، مثلا با ویدیو یا تولید محتوا. بله خب یکی از این راه حلایی که ما داشتیم دقیقاً همین بوده، خدمات غیر حضوری و اینجور موارد. حالا این نکته هم بهتون بگم، اون شرکت مثلا فرض کنید که
اون شرکتی که مثلا این اتفاق براش افتاده بعد یه مدتی رفت سراغ تولید حالا الکل ها و بسته‌بندی الکل و پدهای مثلا بهداشتی و ضد عفونی از اینجور موارد. پس میخوام بهتون بگم شاید شما الان همه دیدگاهاتون این بودش که پروسه فروش و مارکتینگمون رو بهتر بکنیم، ولی واقعیت امر این اتفاق برای اون شرکت افتاد که اصلا محصولش رو عوض کرد، یعنی یک محصول دیگه رو آورد توی خط تولید. مثلا اگه قبلا داشت محصول ABC رو تولید میکرد یه محصول دیگری رو آورد که اصلا هیچ ربطی به بیزنسش تا الان نداشته، مثلا دستکش، مثلا ماسک، مثلا بسته‌بندی الکل، مثلا پدهای ضد عفونی کننده. پس خواستم این حس رو همین الان بگیرید که شما وقتی میخواید یک داده رو تحلیل بکنید خارج از باکس به اصطلاح میگن اون سمت ها هم برید. صرفا روش های تبلیغاتی شاید جواب نده، شاید با همون روش های تبلیغاتی قبلی شما فقط کافی یک محصولی رو اضافه بکنید. دقیقاً همون چیزی که خانم کتایو میگه، ارائه محصول با توجه به نیاز مشتری. خب بریم سراغ اسلاید بعد ببینیم که اینجا چیا داره. یه مثال ساده آوردم، گفته که فرض کنید شما یک فروشگاه بزرگ اینترنتی دارید و محصولات زیادی رو از این طریق به فروش میرسونید. قطعاً ذهن هیچ مدیری توانایی نگهداری تمام اعداد و ارقام مربوط به خرید و فروش رو نداره و البته هم نیازی به حفظ این اعداد و ارقام نیست. در فرایند پیاده‌سازی هوش تجاری طبق یک عملیات پیچیده همه داده‌های سازمان در یک دیتابیس جمع میشن. پس چیزی که شما در مرحله اول برای اینکه بیاید رو پیاده‌سازی بکنید داشتن یک دیتابیس. حالا اینکه اطلاعاتتون روزانه جمع آوری میشن، ماهانه جمع آوری میشن، هفتگی جمع آوری میشن، یا حتی مثلا ما جایی داریم اسکیل کار اونقدر بزرگه، اونقدر مثلا اعداد و ارقام تولرانس بالایی داره، حتما باید مثلا یک سال مالی یا مثلا یک سال بگذره تا اعداد فیکس بشه. پس یه سری داده‌های ما ممکنه یک ساله هم به دست ما برسه. پس این اطلاعات در داخل یه سری دیتابیس. این دیتابیس که توی مثال ما بحث فروشیه حاوی تمام اطلاعات شرکت و تک تک فروش‌ها و خریدهای انجام شده توسط شرکت. آیا این دیتابیس همون دیتابیس عادی ما هستن یا نه؟ در اصطلاح تخصصی به این دیتابیس انبار داده یا دیتا ورهاوس میگن. این نقطه شروع و صفر مرزی پروژه هوش تجاری. اطلاعاتی که در انبار داده جمع میشه چند بعد مهم داره. اولش بعد مکانه، دومیش بعد زمان. هر اتفاقی که میفته تو یک مکانی بالاخره این اتفاق افتاده دیگه. هر اتفاقی که میفته تو یک زمان مشخصی همین اتفاق افتاده. پس معمولا بعد مکان و بعد زمان توی پارامترها و توی فیچرها یا به عبارتی توی ستونهای اون داده های ما همیشه باید باشه. مکان یا لوکیشن کاربران، فرض کنید هر کالا توسط یک نفر خریداری میشه که این شخص در یک استان، شهر و منطقه به خصوصی زندگی میکنه. پس یکی از ابعاد مهم داده‌های شما متغیر مکانه. زمان چی؟ علاوه بر تمام اینها هر فروش یک پارامتر زمان هم داره. شما حساب کنید روزی حداقل 10,000 تا از این فروش و فروش‌های دیگر به انباره داده شما اضافه میشه. این مکانی که من آوردم صرفاً منظورم اون مختصات جغرافیایی شخص مورد نظر نیست. خب مثلا شما فرض کنید که یک داشبوردی رو دارید آماده میکنید برای بحث‌های مثلا منابع انسانی. خب منابع انسانی مثلا یه سلسله مراتبی داره دیگه، مثلا نفر اول مدیر عامل، بعد مثلا میرسه به مدیرانش، بعد اون مدیران مثلا ممکنه که بیاد پایین تفکیک بشه به یک سری از رئیس‌ها هر کدوم تفکیک بشه پایینش بیاد به سرپرستا بیاد بشه مثلا کارشناس ارشد، بعد پایین‌ترش بیاد مثلا برسه به سطح کارشناس. پس اون جایگاهی که یک آدم وجود داره و در اونجا داره یک کاری رو انجام میده و بر اساس اون بیزینس داره کار رو جلو میبره، ما به اون میگیم مکان. لزوما منظور ما از مکان این نیستش که من مثلا تهرانم، شما مثلا توی تبریز، یکی دیگه توی مشهد، یک نفر جای دیگه است، بلکه میخوایم ببینیم بر اساس اون داده‌ای که داریم این عمل داره کجا برای ما اتفاق میفته. یه توضیح هم بهتون بگم، البته این توضیح رو خیلی دقیق‌تر من معمولا توی کلاس‌های SSIS بررسیش میکنم، ولی خب اینجا میخوام شما رو آشنا بکنم با مفهومی به اسم دیتابیس و
انبار داده. مثلا میخوام ببینم که چه فرقی دارن این دوتا با هم دیگه. دیتابیس جایی که شما اطلاعات شرکتتون داخل اون ذخیره میشه. خب مثلا چی؟ فرض کنید که شما یه سیستمی دارید به اسم یه نرم افزار داره به اسم نرم افزار آ و اونجا برای ما داده های فروش شما ثبت میشه توی شهر تهران. بعد مثلا میرید توی شهر شیراز، داده های فروش شما توی یک نرم افزار دیگه ای ذخیره میشه به اسم نرم افزار B. پس شما اینجا الان دو تا نرم افزار دارید، نرم افزار A و نرم افزار B. حالا مدیر عامل از شما خواسته که یک گزارشی به من بدید که من اصلا ببینم ما توی کشور اصلا چقدر داریم میفروشیم، به لحاظ ریالی، به لحاظ کارتونی، به لحاظ تعدادی، اصلا چقدر داریم تخفیف میدیم در کد، چقدر ضایعات داریم، اصلا چند نفر دارن برای شرکت کار میکنن، بحث لوجستیکمون چقدر هزینه داره. شما باید این دوتا دیتابیسی که دارید که یکیش تهرانه و یکیش شیراز هستش رو با هم دیگه اگریگیتشون بکنید، اینها رو همسان سازی بکنید، اینها رو روی یک دیتابیس بیارید، اینها رو دیتاهاشون رو زیر یکدیگه قرار بدید تا اون ستون مشترکشون بتونید مثلا جمع بزنید. مثلا یک ستونی توی دیتابیس A تون هست جمع فروش، خب به ازای هر فاکتور اینکه چه مشتری چی خریده اونجا هستش. توی نرم افزار B تون هم همچین چیزی هست. پس اگر ما این دو تا دیتا رو، این دو تا جدول رو بندازیم زیر هم دیگه، میتونیم که یک دیتا ورهاوسی داشته باشیم. البته مباحث مربوط به دایمنشن و فکت یا به عبارتی همون دیتا ورهاوس انبار داده خیلی پیچیده تر از این حرف هست. فقط من خواستم یک ویوی شما بگیرید، یک سنس اولیه‌ای داشته باشید نسبت به اینکه دیتابیس با انبار داده چه فرقی میکنه. معمولا پروژه‌های هوش تجاری یک انبار داده میخواد، دارم میگم معمولا، و یه جایی هم اگر شما یه دونه دیتابیس داشته باشید نیازی به تغییر آنچنانی دیتا نداشته باشید، مستقیما میتونید به همون دیتابیس های اصلی شرکت وصل بشید. حالا وصل شدن یه سری تبصره و نکات داره دیگه، مثلا مثل بحث پرفورمنسشه، بحث اینکه از چه متدی ما بخوایم واکشی بکنیم که اونها رو جلوتر هم با هم دیگه بحثش میکنیم. پس ما فهمیدیم که دیتابیس و انبار داده یا همون دیتا ورهاوس برای ما خیلی مهمه و اینها رو هم باید داشته باشید. بیایم این موضوع رو با هم دیگه بررسی بکنیم. فرض کنید قراره در یک جلسه استراتژی‌های کلان شما شرکت بکنید و مدیران تصمیم گیرندگان نهایی بخوان یک تصمیم اساسی بگیرن. مثلا اینکه آیا استراتژی درستی است برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها اجناسی که از تامین کننده ها خریداری میشه در انبارها نگهداری بشه یا نه. خب بیایید مثلا من این مقدار تغییر بدم براتون. فرض کنید که الان شرکت ما توی صادقی است. خب یعنی شرکت ما توی صادقیه و محل فروش ما توی صادقی است. خب تولید کننده ما توی میدون آزادیه. تولید کننده توی میدون آزادی تهران. مشتری ما توی ولنجکه. خب یعنی دفتر فروش ما، دفتر مرکزی فروش توی صادقی است. این مثال یادداشت بکنه. دفتر فروش توی صادقی است. تولید کنندمون توی خیابون آزادیه و مشتریمون توی ولنجک. آیا واسه من میصرفه که برم انبار بزنم و محصولاتم را اونجا دپو بکنم؟ اگر آره، کدومی که از این محلهایی که هستیم، صادقیه، آزادی یا ولنجک، کجای این محله‌های تهران من میتونم این انبارم رو بزنم؟ چه چیزهایی رو باید در نظر بگیرم برای ساخت یک انبار؟ نظرتون چیه؟ من 3 تا لوکیشن دارم و هر کدومش جاهای مختلف شهره. اما مشتریای من یه جای دیگه ای هستن. من انبار داشته باشم نداشته باشم، اصلا چه عواملی باعث میشه که من به این درجه برسم، به این درک برسم که آیا باید من انبار داشته باشم؟ حالا اگه قرار انبار بزنم، کجا قراره بزنم؟ نزدیک مشتری بزنم خوبه که مثلا ولنجکه، یا نزدیک تولید کننده که میدون آزادیه بزنم؟ خب خانم کتایی میگه که نزدیک به مشتری و ارسال آسان تره. خب
ببینیم 5 نفر دیگه چجوری میگن. حدیث گفته جایی بین این سه لوکیشن. خب بین صادقی آزادی و ولنجک وسطش کجا قرار میگیره؟ کجا بزنیم؟ غزاله میگه در فاصله اقلیدوسی بینشون. خب بحث هندسه رو کشیده وسط. حالا خیلی هم اقلیدوسی نمیشه، وسط پارک که نمیشه ما یه دونه انبار بزنیم. آقای عباسی میگه که فروش فقط حضوریه. شما هر جور دوست داری فرض کن، هر فرضی که داری رو بگو، من فقط 3 تا لوکیشن بهت دادم. کتابی میگه البته نزدیک تولید هم به نظرم شاید بهتر باشه. خب چرا میگید به نظرتون باید بهتر باشه؟ ببینید الان همه این دلایلی که تا الان گفتید و اگه برید توی جلسه استراتژیک به مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره بگین، درجا از دستتون ناراحت میشن. اینو بهتون بگم. چرا؟ چون هیچ کدومتون اون نیازهایی که باید بسنجیم رو نگفتید فعلا. زینب میگه نزدیک به جایی که تولید میشه شاید بهتر باشه، شاید ممکنه مشتری تغییر مکان بده یا کلا مشتری ما عوض شه. خب این یه نکته‌ای بودش که زینب بهش توجه کرد تا الان نداشت. پس ممکنه که مشتری عوض بشه. حالا من فرض میکنم مثلا مشتری هم ثابت باشه همونجا. خب دیگه چی؟ غزاله میگه همچنین برخی از ما با تهران هم آشنا و نمیدونه فضایی که گفتید چقدر دورن. خب حالا شما تو هر شهری که هستی 3 تا مکان مختلف رو در نظر بگیرید. یه شرق اون شهر، یه غرب اون شهر، یه دونه مثلا شمال در نظر بگیرید. بحث من یه چیزای دیگه است. میخوام یک سری پارامترها رو بهم بگید. خب میگه که مسافت بهینه که کالا طی میکنه در کمترین زمان ممکن. مسافت بهینه صرفا آخه مسافت رو نمیشه در نظر گرفت، ترافیک رو در نظر بگیره. خب ببین کم کم داری یه سری سنسات به دست میارید. این مسافت و ترافیک چی برای ما داره؟ آفرین، هزینه برای ما داره. ببین اگر من انبارم رو، خب بذار مریمم بخونم. زینب میگه همچنین باید هزینه دسترسی و حمل و نقل هم در حالت در نظر بگیرید. آفرین. ببین این دقیقاً یکی از اون پارامترهایی که شما توی جلساتتون باید بهش بپردازید. مریم میگه هزینه حمل و نقل و نگهداری کالا مهمه، نزدیک تولید کننده باشه بهتره، چون فقط یه دونه مشتری نداریم که. حالا شما فرض کن که ما همه مشتریمون جمع شدن توی یک محله خاص. یعنی هر چقدر این شرط میره بالا آنالیزش هم سخت‌تر میشه. من دارم خودم این محدودش میکنم. ولی نکته‌ای که مریم گفت جدید بود. ببین شما الان چند نفرتون گفتید هزینه حمل و نقل، ولی این هزینه نگهداری کالا هم مهمه. پانیز میگه میتونیم تو هر شهری انبار داشته باشیم. خب اینم آره میشه، ولی خب فعلا ما با یه دونه شهر بریم جلو. الان بحث آنلاین و فیزیکی بودن هم مهمه. شما فرض کن فقط فیزیکیه. خب بین حالتایی که گفتید رو با هم دیگه جمع‌بندی کنیم. من برای اینکه شما راحت بشید، خب یه دونه بذار ببینم 2 نفر دیگه هم بنویسن دیگه جمع‌بندیش کنن. ببین کلاسای بیای همین جوریه ها. یعنی متد درس دادن من همین جوریه. سوال میپرسم، از شما راه حل میخوایم، با هم دیگه بحث میکنیم، گپ میزنیم، تحلیل میکنیم و بهترین روش رو آخرش انتخاب میکنیم. خب میترا چیز خوبی گفت، هزینه انبار و هزینه جابجایی باید برآورد بشه. خب من یه جمع‌بندی بکنم. ببین چیزایی که شما گفتید همشون درسته. اولش چیه؟ اولش اینه که آقا فرض کنیم ما میخوایم مثلا انبار رو بزنیم. چرا باید انبار رو بزنیم؟ تولید کننده ما انبار به ما نمیده. خب تولید کننده معمولا تولید میکنه، نهایت 1-2 روز یه جایی دپو میکنه، بعدش میگه بیا ببر دیگه. معنی میگه اگه نزدیک محل تولید انبار داشته باشیم برای نگهداری مواد اولیه هم میشه به نظرم ازش استفاده کرد. ببین من عمدن حالا اسم این محله های تهران رو آوردم، حقیقتش خیلی درگیر مناطق تهران نبودم، ولی میخواستم این چیز دیگه رو بهتون بگم. اگر من انبار بخوام بزنم باید ببینم که کجا باید بزنم. خب و یک موضوع که تقریبا هیچ کس نگفت این بودش که اصلا ما داریم چه جنسی رو میفروشیم. آیا این جنسی که من دارم میفروشم تاریخ مصرف داره، انقضا داره، خراب میشه، فاسد شدنیه، چجوریه؟ صرفا جوری نیست، همه محصولات جوری نیست شما دپو بکنی. من مثلا به شما یک فرض کنید که من یه پالایشگاه هم به شما دارم بنزین میدم.
اون ماشینی که میاد بنزین منو مثلا میبره نمیتونه بره مثلا یه جا دیگه بریزه دپو بکنه، مستقیم باید ببره به جایگاهدار بده. چرا؟ چون ماده‌ای که داره حمل میکنه ماده خطرناکیه، هر جایی نمیشه انبار کرد و هر چقدر بیشتر توی ماشین بمونه طبیعتا ممکنه توی جاده اتفاقاتی هم براش بیفته. پس موضوع اولی که ما داریم مثلا چه کالایی رو در موردش بحث میکنیم. حالا اگر کالای ما فاسد شدنیه، باید بلا فاصله بعد از تولید در یک جای دپو بشه. مثلا مثل چی؟ مثل نزدیک همون تولید کننده. یا اگر دورتره باید با وسایلی که مجهز به یخچال مثلا هستن، مثل این وانتایی که پشتش یخچاله، تا اون انبار مثلا ارسال بشه. خب همین واسه ما درسته که یه منفعتی داره ولی یک ضرری هم داره. شما محصولت سالم میمونه تا برسه به انبار، ولی اینجا چی داری؟ هزینه راننده داری، هزینه ماشین داری، هزینه استهلاک خودرو داری، هزینه بنزین داری. اینها رو هم باید در نظر بگیریم. حالا اگه این انبار رو ما مثلا خیابون، حالا گفتم که تولید کننده توی خیابون آزادیه، مثلا ما توی صادقیه تهران بزنیم با اونی که تو ولنجک بزنیم، زمین تا آسمون قیمت‌ها با هم دیگه فرق میکنه. انباری که مثلا من 1000 متر توی صادقیه بزنم با اونی که بالا شهر بزنم، زمین تا آسمون قیمتاش با هم دیگه متفاوته. پس بحث هزینه اینجا به وجود میاد. دیگه چی داریم؟ اینکه اصلا کالای من قراره چند روز توی اون انبار نگهداری بشه. ببینید مثلا محصولات لبنی تاریخ مصرفش محدوده، زیر یک هفته شما باید شیر رو تمامش بکنی، چون اگه بمونه فاسد میشه. مشتری یه هفته مثلا وقت داره شیر رو مصرف بکنه، شما میخوای 3 روز هم تو انبار نگهش داری، تازه یه روزی هم برسونی به دست مثلا سوپرمارکت‌ها، 2 روز مشتری بیاد برداره ببره. خب 1.5 لیتر شیر رو که معمولا بعید میدونم 2 روز مشتری بخواد تمامش بکنه اینقدر سریع. پس این موضوعات هست. امیدوارم که توی بحثایی که توی بیزنستون دارید، توی سازمانتون دارید، از این به بعد نگاهتون یک نگاه کاملتری باشه. شما به عنوان یک کارشناس هوش تجاری باید زیاد سوال بپرسید، باید قدرت پرزنت کردن هم داشته باشید. هر آن چیزی که حس میکنید روی متغیر خروجیتون تاثیرگذار هست رو باید لیست بکنید، در موردش تحقیق بکنید و ببینید که آیا این کاری که من دارم انجام میدم خوبه یا نه. متاسفانه توی ایران همچین چیزهایی خیلی کمه. من نمیدونم چند نفر از دوستان اینجا خارج از ایران هستن، ولی قطعاً کارشناسان بیای خیلی ورود میکنن به بقیه حوزه‌ها توی شرکت‌های مختلف، چون اونجا خب طبیعتاً بهتره. و از اونجایی که من دارم این دوره رو با سرفصلای یک مؤسسه آلمانی بهتون میگم، خب دوست دارم که با همون متد بریم جلو دیگه، با متد روز دنیا. پس حواستون به این پارامترها باشه. پس ما فهمیدیم که یک سری دیتاهای اولیه نیاز داریم. بریم سراغ پاراگراف دوم. دقیقاً از همین قسمت هوش تجاری وارد عمل میشه. مثلا در این مثالی که زدیم، مدیر یا گروه مدیریت به راحتی از روی اطلاعات خلاصی سازی شده یا اصطلاحاً سامرایز دیتا میتونه بفهمه که چه کالاها یا گروه کالاهایی توسط کدوم یک از افراد باید به فروش بره یا اصلا چقدر فروش رفته و در چه بازه زمانی فروش رفته. سامرایز دیتا، اطلاع، این کلمه خیلی مهمه. ببینید مدیر شما اطلاعات دیتیل رو لازم نداره. چرا لازم نداره؟ چون واقعا بهش نیازی نیست. بذارید من یه مثال دیگه براتون بزنم. کسی میدونه فرق گزارش یا ریپورت با داشبورد چیه؟ کسی میدونه این جمله رو، تفاوتش رو؟ فرق بین ریپورت و داشبورد چیست؟ فرق بین گزارش و داشبورد چیست؟ مثلا یه مدیر به من میگه یک داشبوردی رو برای من آماده بکن، یا اینکه میگه یک گزارش رو برای من آماده بکن، چه فرقی دارن اینها با هم دیگه؟ کسی نظری داره؟ میتونم یه گزارش دیتیل داره، داشبورد شمای کلی داده است. دیگه چی؟ داشبورد قابلیت تغییر داینامیک داره، کتایون میگه. اینا من قبول ندارم. گزارش هم میتونه داینامیک باشه. بحث ما بحث دیتاست.
داشبورد کلیه، همه جزئیات شامل میشه، ریپورت تحلیل و نتایج اونه. برعکس گفتی پانیس. غزاله میگه داشبورد خلاصه تر از گزارشه. خلاصه اون کلمه شو دوست نداشتم، خلاصه نیست. داشبورد خلاصه تر نیست. خب داشبورد ویژوال شده گزارش میشه؟ نه، گزارش هم میتونه ویژوال داشته باشه. زینب میگه گزارش حالت عددی یا نوشتاری داره، تحلیل نتیجه گیری، اما داشبورد بیشتر بر ارائه مناسب و میتونه جفتش همه اینا رو داشته باشه. ریحانه میگه ریپورت ها برای تجزیه و تحلیل های عمیق‌تر و تفصیلی دادا مناسب، در حالی که داشبورد ها برای نظارت سریع و بصری بر عملکرد و دادا طراحی شدن. آره این توضیح ریحانه خوب بود. محمد عباسی میگه داشبورد تجسم تعاملی داده‌های تحلیل شده است. تعاملی اگه منظورت همون اینتراکشن های داخل گزارشه، نه گزارش هم میتونه داشته باشه. خب تقریبا به یه چیزایی رسیدیم. دو تا فرق هست اینجا. اول اینکه داشبورد اطلاعات کلی تره، ریپورت اطلاعاتش خیلی ریزتره. بذار وسط مثال بزنم. شما داشبورد ماشین رو تا حالا دیدید دیگه، درسته؟ شما تو داشبورد ماشین آمپر بنزین رو ببینید، مثلا متوجه میشید که الان این باک مثلا پر نصفه است یا مثلا داره خالی میشه. به این میگن داشبورد. ولی شما با دیدن آمپر متوجه نمیشید که آقا بنزینی که داخل باک این ماشین هست آیا بنزین سوپر، اکتانش خوبه، نمیدونم نفر قبلی چند لیتر زده هستن به این ماشین و از این دست اطلاعات دیتیل تر. درسته؟ پس داشبورد اطلاعات کلی تره ولی ریپورت اطلاعاتش خیلی جزئی تره و همین باعث چی میشه؟ مدیر عامل باید داشبورد ببینه، مدیران باید ریپورت ببینن. این فرقشونه، خیلی مهمه. توی ایران اصلا رعایت نمیشه این موضوع. به مدیر عامل میرن گزارش میدن که ما مثلا 100,000 تا کالا داریم، کالای 1 2 3 4 دونه دونه مثلا داره بهشون میگه که این اینقدر فروش رفته، اون اینقدر فروش رفته. مدیر عامل وقت و انرژی نداره برای 10,000 تا کالا که بخواد بررسی بکنه. نهایت شما با کاتگوری یا ساب کاتگوری بهش بگی کارش حل میشه. مدیران میانی هستن که باید ریپورت بگیرند. اونها هستن که باید واحدی که زیر دستشونه رو به سمتی ببرن که مثلا مفید باشه، بازدهی داشته باشه. پس این فرق اول. فرق دوم، از ریپورت میشه داشبورد ساخت ولی بالعکس نمیشه. مثال بزنم براتون. من میگم جمعیت ایران 80 میلیون نفره. حالا میگم چند نفر خانم از چند نفر آقا. شما چه جوابی دارید بدید؟ طبیعتا نمیتونید عدد دقیق بگید. ولی من اگه بگم 40 میلیون آقا داریم، 40 میلیون خانم داریم، چند نفر کل ایران هستن، خب شما میگی خب من دو تا عدد با هم دیگه جمع میکنم، تعداد مشخص میشه دیگه. پس شما از گزارش میتونید به داشبورد برسید ولی از داشبورد نمیتونید به گزارش برسید. و نکته دوم این بودش که گزارش کلی تره و ریپورت اطلاعات خیلی دیتیل تری رو هم داره. حالا برگردیم به همون اصطلاح سامرایز دیتای ما. مدیر یا گروه مدیریت از همون سامرایز دیتا، از همون دیتای خلاصی سازی شده است، میتونه بفهمه که کدوم کالا وضعیتش چجوریه، توی کدوم نقطه شهر ما انبار بسازیم وضعیتمون خوبه یا بده. مثلا توی همین مثال انبار شما در نظر بگیرید، فرض کنید که تصمیم بر این شد که ما یک انباری رو بزنیم. به عنوان یک گزارش شما باید به عنوان یک مدیر برید مثلا خروجی بدید که من رفتم قیمت 3 تا محله رو گرفتم، 4 5 تا محله اطرافش رو گرفتم، اندازه متراژها رو گرفتم، هر کدوم مثلا تو بازهای مدتی که مثلا میتونستن به ما اجاره بدن مبلغش آ تومن بوده، بی تومن بوده، سی تومن بوده، مثلا یه ساله میتونیم قرارداد ببندیم، 2 ساله میتونیم قرارداد ببندیم تا آخر. این میشه گزارش. حالا همینو اگه بخوای به صورت یک داشبورد به مدیریت بدی، بعد بگی که آقا مثلا تاپ 3 ما اینجوریه، تاپ 5 ما اینجوریه. خب 5 تا انبار بر اساس اینکه به تعداد کالای ما بخوره، وسایل سرمایشی گرمایشی مناسب داشته باشه و با حداقل هزینه ما بتونیم بگیریم ایناست. به جای اینکه بهش 20 تا آپشن بدی، 5 تا آپشنی که مورد نظر هستش رو بهش بده، از بین اون 5 تا بتونه برای ما تصمیم گیری بکنه. حل تا اینجا 43 دقیقه کلاس ما گذشته. حالتون چطوره؟ میزونید؟ ردیفید؟ با انرژید؟ یه اوکی بهم بدید بریم سراغ ادامهش.
خیلی با هم دیگه تحلیل میکنیم و این دوره واقعا خوشبالتونه. خب بریم ببینیم که فایده‌های هوش تجاری چیه، اصلا ما چرا باید هوش تجاری داشته باشیم. اول اینکه به راحتی میتونید گزارشات سریع تهیه بکنید. گزارشات سریع یعنی چی؟ هر شرکت یا کسب و کاری بخش‌ها و دپارتمان‌های متفاوتی داره. اطلاعات بخش‌های مختلف توی فرمت‌های مختلف پخش شده. بیشتر تلاش‌هایی که برای جمع‌آوری اطلاعات انجام میشه باید این اطلاعات رو مرتب کنه و به فرمتی تبدیل کنه که بشه اونا رو تحلیل و بررسی کرد. با استفاده از ابزارهای پیشرفته هوش تجاری در کمترین زمان ممکن یک گزارش کامل و خانه از هر کدوم از این بخش‌ها داریم. یه چیزی بهتون بگم، شما تو پاور بی آی کلا توی بحث بی آی شما یک بار ساختارها رو میچینید، از اون به بعد دیتاهای شما صرفاً آپدیت میشه. از اون به بعد شما فقط باید کار نگهداری از اون حالا دیتابیستون، از اون سرورتون، از اون حالا گزارش پاور بی آیتون یا از هر چیزی که دارید داشته باشید. قرار نیست خیلی چیز جدیدی اضافه بشه. در نتیجه سرعت گزارش سازی شما میره بالا. به عنوان یک مدیر یا صاحب کسب و کار این برای شما کاملا حیاتی است که بدونید که دیتاهای شرکت به شما چی میگن. البته واضح است که اطلاعات بخش‌های مختلف به هم دیگه مرتبط هستن و شما برای تصمیم گیری به این اطلاعات نیاز دارید. صادق جان فکر کنم یه مشکلی داره سیستمتون، نمیدونم بقیه که صدا دارن، اینو خودت یه بررسی بکن لطفا. بریم سراغ شماره 2. به تصمیمات سریع و هوشمندانه شما کمک میکنه. تمام درآمد و سود شرکت مستقیما به تصمیمات استراتژیک مربوط میشه. هدف نهایی یک کارشناس بی آی اینه که اطلاعات شرکت شما رو به یک تجزیه تحلیل ساختارمند تبدیل کنه. به بیان دیگر، یک کارشناس واقعی هوش تجاری میتونه به تصمیمات استراتژیک و سریع شرکت کمک کنه. هوش تجاری با اطلاعات بروزی که در اختیار مدیران قرار میده کمک میکنه وضعیت مالی شرکت به سمت مثبت حرکت کنه و تصمیمات درست گرفته بشه. خب یکم اوورال کار بیایی بهتون بگم. توی مورد یک ما فهمیدیم که یک بار ساختارها رو میچینیم و بر اساس همون هم گزارشاتمون آماده میکنیم. حالا چجوری ما روزانه میتونیم وضعیت شرکت رو رصد بکنیم؟ جلسات آخر که بحث ریپورت سرور رو شروع کردیم، اونجا گزارشاتمون رو میسازیم، پابلش میکنیم روی وب و شما میبینید که به چه صورتی میتونید جاب تعریف کنید برای اینها. مثلا داده‌هاتون اگر با متد ایمپورت هست، روزی 1 بار، روزی 2 بار، روزی 3 بار، هر چقدر که شما بخواید دیتاهاتون آپدیت بشه و گزارشاتتون رو سریعتر ببینید. حالا اگر اینا رو بخواستیم با ابزارهای غیر بی آی ببرید جلو، طبیعتاً زمان زیادی ازتون گرفته میشد و مشکلات دیگه هم بودش. فایده سوم چیه؟ بهره‌وری شرکت رو زیاد میکنه. ما یه ویژگی توی پاور بی آی داریم به اسم اینتراکشن. یعنی مثلا من میگم که آقای محمد عباسی چقدر فروخته، خانم غزاله رمضانی چقدر فروخته، خانم کتایون یوسف زاده چقدر فروخته، خانم فاطمه بخشیان چقدر فروخته، خود من اصلا چقدر فروختم. این اعداد ارقام رو داریم میبینیم. ولی آیا یه فروش ما متناسب با این تعداد افرادی که خوندم خدمتتون هست؟ کجاها ضعف داریم؟ کجاها بهبود باید بدیم؟ اصلا روش فروش ما به چه صورته؟ باورتون نمیشه، اینو دارم به عنوان یک تجربه چند ساله بهتون میگم. شرکت هایی که برای اولین بار بی آی اونها رو من دارم راه اندازی میکنم، یه چیزایی تو داده هاشون میبینن که تا حالا اصلا بهشون بر نخورده بودن. مثلا فاکتورهای فروشی که 2-3 تا وضعیت داره، یا مثلا مغایرت هایی که عجیب و غریبه. ما برای یک شرکتی رفتیم بیای رو اندازی کردیم، ماهانه 13 میلیارد تومان اختلاف فروش بود. خب یعنی طرف 13 میلیارد تومان اصلا نمیدید، اصلا نمیدونست کجا داره این پول خرج میشه. ماهانه 13 میلیارد عدد فوق العاده بزرگیه. پس بیای اگر شما را بندازید، چون که در آینده هم قرار تبدیل بشه به یک دیتا ورهاوس، خیلی گزارشاتتون تجمیع میشه و همه به اون استناد میکنن دیگه. هر کسی پخش و پلا برای خودش گزارشی نمیگیره. مورد بعدی سرعت بخشیدن به بازگشت سرمایه است. همه کارهایی که یک سازمان میخواد انجام بده به خاطر چیه؟ به خاطر سوده. به خاطر اینکه آقا اون هزینه‌ای که کرده در قالب سود بهش برگرده. پس بدون بینش درست و نظم مشخص، یا در دام روش‌های قدیمی یا به حدس و گمانه‌زنی در مورد رفتارهای کاربران و چیزهای از این قبیل میفته.
ما مثلا جلوتر که وارد بحث ویژوال ها میشیم، هر ویژوال رو تحلیل میکنیم. این چرا رفت بالا، این چرا اومد پایین، اصلا چه عواملی باعث شدن این بره بالا، چه عواملی باعث شدن مثلا خط روند ما بیاد پایین، کجا کنترل کیفیت داریم، کجا نداریم، وضعیتمون چطوره. ما مثلا 1000 تا کارمند داریم، 1000 تا کارمند آیا عددش خوب هست یا نه. ما به این 1000 تا کارمند چقدر داریم حقوق میدیم، چقدر داریم مثلا پورسانت میدیم، چقدر داریم مثلا بهشون وام میدیم، چقدر داریم حق بیمه میدیم، چقدر مثلا تحصیلات مختلف مثلا دارن این کارمندان ما، دبیرستانی ان، نمیدونم دیپلمی ان، ارشد خوندن، دکترا دارن، چند نفرشون توی لایه‌های مدیریتی ان. حالا با همه این تفاصیل آیا بحث لوجستیک ما خوب هست؟ ما مثلا 10 تا مدیر داریم ولی یه دونه مدیر درست درمون برای بحث لوجستیکمون نداریم. لوجستیکمون لنگ میزنه. ما شاخصایی مثل برگشت از توزیع داریم توی بیزینس فروش. چیزهایی که میتونیم بفروشیم رو به دلیل ضعف ناوگانمون نمیتونیم توزیع بکنیم. اینا همه اون عواملی که با استفاده از هوش تجاری و آماده کردن داشبوردها میتونیم لحظه‌ای و از طریق اینتراکشنی که بین ویژوال ها هستش ببینیم. شماره 5 میگه کاهش هزینه‌های نیروی انسانی. شرکت‌های بزرگ ایران که بعضیاشون هم تازه مثلا میخوان بیان سمت بی آی، معمولا تعداد زیادی آدم گذاشتن براشون گزارش بگیره. یکی مثلا گزارش فروش میگیره، یکی گزارش مارکتینگ میگیره، یکی گزارش نمیدونم آیتی رو میگیره، یکی گزارش نمیدونم انبار رو میگیره، یکی گزارش لوجستیکی و اینجور چیزا رو میگیره، یکی گزارش مثلا خدمات پس از فروش و اینجور داستانا رو میگیره. یعنی کارشون روزانه اینه که برن گزارش بگیرن. داده ها که عوض میشن باید دستی یک سری چیزا رو عوض بکنن، روزکاری ها رو مثلا باید عوض بکنن، تعطیلات رو مثلا در نظر نگیرن و از این مدل کار. وقتی شما میتونی با پاور بی آی این کارا رو اتوماتیکش بکنی، نیازی داری مثلا 10-15 نفر برات گزارش بگیرن. یک بار ساختارها چیده میشه، یک بار جداول فراخوانی میشه، یک بار فرمول ها زده میشه و از اون به بعد فقط فرمول های شما آپدیت میشن. خب و این چیز خیلی خوبیه. این کاهش هزینه نیروی انسانی رو معمولا من جایی که میخوام بی آی پیاده سازی بکنم به عنوان آپشن های بی آی نمیگم، چون نمیخوام طرف این حسو بگیره خب اگر من بی آی داشته باشم 4-5 نفر رو باید تعدیلشون بکنم یا اخراجشون بکنم، بلکه ما باید از اون افراد در جاهای دیگه استفاده بکنیم. پس این موضوع هم برای ما خیلی مهم. ولی خب شما بدونید با استفاده از بی آی یه قسمت زیادی از کارها داره هندل میشه، مثل گزارشگیری. یه تفاوتی بین هوش تجاری و علم داده هست. حالا قبل از اینکه من اسلایدشو بیارم خواستم ببینم که شما چقدر با علم داده آشنا هستید و چقدر با مفهوم همون هوش تجاری آشنا هستید. چه تفاوتی دارن این دوتا؟ یعنی کسی بخواد بگه من علم داده کار میکنم، من مثلا ماشین لرنینگ کار میکنم، چه فرقی داره با کسی که مثلا داره بی آی کار میکنه هست؟ فکر میکنید که اینا چه تفاوتایی با هم دیگه دارن؟ تفاوت بین بی آی و هوش تجاری و علم داده. خب 5 نفر دارن مینویسن، ببینیم که یه تفاوت فوق‌العاده مهم میخوام اون رو اشاره کنید تمامه. خب شدید 6 نفر. حمید حسنی گفته که میتونیم بگیم که علم داده برای داده‌های گذشته هست و بی آی برای پیش بینی هستش. بی آی صنعت رو میشناسه. خب بذار بقیه رو بخونم. کسی که هوش تجاری کار میکنه باید علمی هم توی زمینه بیزنس داشته باشه فکر میکنم. میتونم میگه علم داده راهکار اتومات برای بهبود میره ولی هوش تجاری روی تحلیل روی داده هاست. نه ماشین لرنینگ بیشتر با الگوریتم‌ها کار میکنه. آره خب ولی خب دیتا ساینس فقط ماشین لرنینگ نیست. هوش تجاری باید فرآیندهای داخل سازمان آمایید رو هم ببینه. نه خب علم داده هم باید بیزینس رو بشناسه، اونم باید همه چیزا رو ببینه. هوش تجاری بیشتر بر تحلیل داده گذشته و ارائه گزارشات متمرکز است، در حالی که علم داده به تجزیه تحلیل پیشرفت و مدل سازی برای پیش بینی می‌پردازد. همین جمله‌ای که خانم ریحانه محمدی گفت کامل و بدون کلمه‌ای اضافه و کم جواب درست بود.
تو حوزه بی آی بریم توی اسلاید چیزایی. توی حوزه بی آی با چالش های از الان به قبل سازمانتون روبروید. مباحث تحت عنوان ریپورت، داشبورد و شاخص‌های کلیدی عملکرد توی این حوزه است. توی دیتا ساینس شما دارید چی کار میکنید؟ با چالش های از الان به بعد سازمانتون روبروید. مباحثی تحت عنوان یکپارچه سازی داده ها، پیاده سازی الگوریتم ماشین لرنینگ، ارزیابی مدل ها و استقرار اونها توی این حوزه قرار داره. حالا من چرا اومدم اینجا دیتا ساینس و بی آی با هم دیگه توی اسلاید آوردم؟ غول تکنولوژی یوتیوب و توی این زمینه بی آی و دیتا ساینس به شدت قویه. توی ایران هم تک و توک یک سری سایت هایی مثل اسنپ و دیجیکالا خوب دارن روی این موضوع کار میکنه. هر جا من یه سوتیایی ازشون دیدم، یا حتی مثلا خود آپارات. فرض کنید شما وارد سایت دیجیکالا میشید، میرید سایت دیجیکالا و یه دونه مثلا یه دونه کتونی انتخاب میکنید، اد میکنید توی سبد خریدتون، پرداخت میکنید و این تموم میشه. این قضیه تموم میشه. یه دونه کفش خریدید، پرداخت میکنید، جنس به دستتون میرسه و کلا اون پرونده تمام میشه. تا اینجا ما تو کدوم مرحله وایسادیم؟ توی مرحله بی آی. چرا؟ چون منی که توی دیجیکالا دارم کار میکنم میام میبینم که یه نفری، یه آقایی، یه خانومی، حالا با جنسیت‌های مختلف، با سن و سال مختلف یا هر دیتای دیگه‌ای که از مشتری‌ها هست، اومده برای من چی خریده؟ اومده چی کار کرده؟ چی خریده برای خودش؟ اومده مثلا یه دونه کتونی خریده. بعد این دیتایی که من توی بی آی دارم رو به عنوان ورودی میدم به بحث دیتا ساینس، میدم به بحث الگوریتم ماشین لرنینگ. حالا کسایی که ماشین لرنینگ کار کرده باشه مثلا با الگوریتم‌های KNN و نمیدونم لیبل گذاری و این داستانا شاید یه مقدار آشنا باشه. به عنوان که ورودی من بهش این دیتا رو میدم. میگم ببین اومدم با بی آی محاسبه کردم 70% کاربرانی که کفش خریدن شلوار هم خریدن، 30%شون علاوه بر اینکه شلوار و کفش خریدن مثلا پیرهن هم خریدن، خانم‌ها مثلا 10% شال خریدن، نمیدونم 1% مثلا مانتو هم خریدن. خب شما سری بعدی که وارد سایت دیجیکالا میشید، اون پایین برای شما چی مینویسه؟ به انتخاب شما، به پیشنهاد شما، یا نمیدونم پیشنهاد کاربران. ولی در واقع چه اتفاقی داره میفته؟ طرف اومده همه دیتا رو آنالیز کرده، بر اساس آخرین صفحاتی که شما نگاه کردید، بر اساس آخرین خریدهایی که شما انجام دادید، اومده یک سری پیشنهاداتی رو برای شما داده. مثلا چی؟ مثلا آقا من یه پرینتر میگیرم، دوباره میرم وارد سایت دیجیکالا میشم، بهم میگه خب یه کاغذ A4 هم بگیر. کاغذ A4 میگیرم، بهم پیشنهاد میده بیا خب خودکارم بگیر، مدادم بگیر، بیا پاک کنم بگیر. بعد اینا رو میگیرم، میگه خب تو از 5-6 قلم جنسی که مربوط به اداره هست 4 تاشو خریدی، 80-90% اون پک منو خریدی. من حدس میزنم که تو احتمالاً مدیر یک کسب و کاری، بیا میز اداری رو هم بهت آپشن بدم، بیا مثلا نمیدونم یه سری دفاتر مربوط به شرکت ها رو مثلا به پیشنهاد بدم. متوجه منظورم شدید؟ یعنی با استفاده از بی آی ما میتونیم داده های مربوط به دیتا ساینس رو هم فراهم بکنیم و خیلی این دوتا روی همدیگه همپوشانی دارن و یک شرکتی اگر بخواد واقعا پیشرفت بکنه واقعا میتونه از این لحاظ جلو بیفته و با استفاده از داده هایی که در دستش هست بدون پلن های بعدیش رو بچینه. اینستاگرام هم همینطوریه دیگه، فیسبوک هم همینطوریه، کلا همه شبکه‌های اجتماعی الان بر همین مبنا دارن میرن جلو. شما 4-5 تا عکس لایک کنی توی اکسپلور اینستاتون مشابه های اونو براتون میاره. چه جوری داره میاره؟ با هوش مصنوعی، با الگوریتم ماشین لرنینگ، با اینکه داده‌هاتون رو یک پارچه کرده، فهمیده شما مثلا در یک هفته گذشته 4 روزشو مثلا دنبال آهنگای شاد بودید، آهنگای شاد رو براتون میاره. یا مثلا کسی که علاقه داره مثلا به حیوانات خانگی، عکس گربه و سگ و اینجور چیزا مثلا براش میاره. چه جوری میفهمه اینا رو؟ بخاطر اینکه شما روی اون عکس زدید، شما رو اون ویدیو رو باز کردید، شما اونو لایک کردید، شما اونو کامنت کردید. اینا همش داخل دیتا ورهاوس های مثلا اینستاگرام ذخیره میشه و از طریق الگوریتم ها و فرآیندهایی که در دیتا ساینس هست و هوش مصنوعی به شما پیشنهاد داده میشه. به خاطر همین معمولا اگر توی اکسپلور اینستاتون بچرخید یهو چشم باز می‌کنی می‌بینی من نیم ساعت اینجام، یه ساعت اینجام دارم ویدیوهای مورد علاقه‌ام رو می‌بینم. خب بریم سراغ بحث بعدی، یه بحثی که خیلی مهمه، بحث حاکمیت داده است. حاکمیت داده چی میگه؟ حاکمیت داده به دنبال اطمینان از مدیریت مناسب داده است.
نظارت، هدایت، کنترل، رفع اشکالات مرتبط با داده، تصمیم گیری منسجم در خصوص داده، تعیین نقش‌ها، مسئولیت‌ها و پاسخگویی در ارتباط با داده و پایش مستمر مدیریت درست داده از جمله مهمترین اقدامات ضروری به منظور اطمینان از مدیریت مناسب داده است. تصمیم گیری بهتر، افزایش بهره‌وری، ارتقاء سطح کیفی، قدرت تطبیق با مقررات و الزامات قانونی و افزایش درآمد از جمله مزایای یک برنامه حاکمیت داده است. ما حاکمیت داده رو چرا اصلا پیاده سازی می‌کنیم توی سازمانمون؟ به خاطر اینکه همه ادبیاتمون مشترک بشه. ما چرا داریم حاکمیت داده رو پیاده سازی می‌کنیم؟ به خاطر اینکه دسترسی‌ها به داده طبقه بندی بشه. منی که تو دپارتمان اچ آرم نباید به داده های فروش مثلا دسترسی داشته باشم. کسی که تو دپارتمان مارکتینگه نباید با سیستم حقوق و دستمزد دسترسی داشته باشه. خب اینا خیلی مسائل مهمی هستش و خیلی کم توی ایران متاسفانه داره رعایت میشه. اینکه هدایت بکنه داده ها رو از چه مسیری بیاد و اشکالات مرتبط با داده رو بررسی بکنه، خب خیلی مثلا فرق داره. مثلا شما فرض کنید که اسم منو که سینا محمدیاری هستش رو توی دیتابیس منابع انسانی اشتباه نوشتن، مثلا نوشتن سینا محمدی. خب این ایراده. دو روزی که من بخوام گزارش بگیرم ببینم درآمد این آدم چقدره، یه دونه محمدیاری دارم، بعد مثلا 2-3 ماه تبدیل میشه به محمدی. خب چی شد که این عوض شد؟ کد ملیش که همونه، کد پرسنلیش که همونه، پس چرا داره عوض میشه؟ اصلا کی این قدرت رو داشته که همچین اسمی رو بیاد ویرایش بکنه؟ چرا این اتفاق افتاده؟ آیا نظارتی روی اینها هستش؟ به اینا میگن حاکمیت داده، مدیریت مناسب داده. از اون مهمتر بحث اسم گذاری های خوب توی سازمان هم بحث همینه، یعنی مدیریت دیتاست. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید که یه محصول رو دارید، مثلا نمیدونم ساعت مچی مردانه نمیدونم 44 میلیمتری اپل. خب این یک کلمه کم و زیاد بشه گزارشات شما میریزه به هم. شما چون گزارش که میخواید بگیرید کاراکتر به کاراکتر اون براتون مهمه. حالا جلوتر مثال براتون میزنم. شما مثلا میبینید که یک کاراکتر اگه کم بشه یا اضافه بشه، شما یک سری فروش ها رو نخواهید دید، یک سری شاخص ها رو نمیتونید حساب بکنید. پس خیلی خوبه شما چی داشته باشید؟ مستر دیتا. مستر دیتا چی برای شما میاره؟ من اینجا براتون بنویسم. مستر دیتا چی براتون میاره؟ داده هایی که در سطح سازمان شما باید مشترک باشه رو باید توی مستر دیتا بیارید. مثلا مثل جداول محصولات، مثل جداول ساب کاتگوری ها، مثل جدول مثلا کاتگوری، مثل افراد توی لیست منابع انسانی. اگه یه دونه سینا محمدیاری دارم باید یه دونه سینا محمدیاری داشته باشم، مگر اینکه چی؟ من چجوری میتونم 2 تا سینا محمدیاری داشته باشم توی لیست منابع انسانی؟ بگید چجوری میتونم 2 تا آدم داشته باشم؟ کد ملیشون فرق کنه. یکم دقیق تر بهم بگید. کد ملیشون که فرق میکنه، یه چیز بهتر. کد کارمندی، دقیقاً کد کارمندی، کد پرسنلی، کد استخدام، شماره پرسنلی، ایناست. پس توجه به این موضوع خیلی میتونه مهم باشه. اگر یک محصولی رو شما دارید، مثلا فرض کنید که دارید یه دونه شارژر میفروشید، یکیش رنگش سفیده یکیش رنگش مثلا مشکیه، باید 2 تا کد مشترک، 2 تا کد جدا داشته باشن. اگر کد مشترک داشته باشن جمع فروش اینا با هم دیگه ممکنه که شما رو به خطا بندازه. پس همه این کارها و اینکه چه کسانی باید دسترسی داشته باشن به داده و چه تغییراتی رو بدن جزء برنامه حاکمیت داده است. توی شکل پایینم توی حوزه دیتا منیجمنت چند تا ابزار رو آوردم. ابزار که بیشتر روی کرده. اولی سمت چپ بحث معماری داده هاست. یعنی شما مثلا فرض کنید که معماری داده های شما در منابع انسانی قرار به چه صورتی باشه؟ بالاترین سطحتون به چه صورته؟ ما الان شرکتی رو داریم کار میکنیم که مدیر عامل با کارمند فروش یه جاست، یعنی تو سیستم یک لایه ثبت شده، رئیس و سرپرست هم یک جا ثبت شده، پایینترین و بالاترین عضو سازمان تو یک لایه ثبت شده. خب این اشتباهه. هیچ هایرارکی نیست، هیچ سلسله مراتبی نیست.
اصلا هیچی مشخص نیست اونجا. یعنی هیچکی نمیدونه بالا سرش کیه به لحاظ چارت سازمانی، همه بر اساس عرف سازمان دارن میرن جلو. مثلا همه میگن من باید به آقای محمد عباسی مثلا احترام بذاریم. چرا باید به این آدم احترام بذاریم؟ چون مدیرمونه. از کجا معلومه مدیرمونه؟ حالا گذشتگان داشتن احترام میذاشتن، ما هم باید احترام بذاریم. متوجه شدید؟ پس یه همچین ساختاری. پس معماری داده خیلی برای ما مهمه، اینکه هایرارکی داشته باشه. بعدش بحث گاورننس که مفصل صحبت کردیم در موردش. آخریش بحث ترانسفورمیشنه. ترانسفورمیشن توی داده‌های ما که اتفاق میفته وقتی که ما داده غلط داشته باشیم. حالا لزوما نگم داده غلط، داده‌ای که قراره تغییر بکنه. مثلا چی؟ مثلا شما فرض کن میگن که من یه دونه کالا توی انبارم دارم، مثلا دستمال کاغذی 100 برگ دلا با برند مثلا فلان. خب این اسم کالای منه. 2 روز دیگه مسئولش میاد میگه آقا این 100 برگ دلا مثلا نیست، کلا یه لاس. من باید اسمشو درست بکنم دیگه، چون این محصول رو 2 روز دیگه ویزیتور میره میفروشه با عنوان 100 برگ مثلا دلا. خب پس اینجا ترانسفورمیشن هم برای ما مهمه. ورهاوسینگ هم همینطور، تجمیع داده ما باید داشته باشیم. ببینیم قسمت سمت راستش دیتابیس سیستم. اصلا سیستم های ما باید به چه صورتی باشه؟ کسانی که توی سازمانی که دارن کار میکنن چند تا سیستم پیاده سازی شده باشه میدونم مثلا یه جایی کد محصولات میتونه متفاوت باشه. یه ERP مثلا کد محصولات رو با 1001 شروع میکنه، یکی دیگه از عدد 1 شروع میکنه. شما باید همینا رو تغییرشون بدید. باید ترانسفورمیشن داشته باشید. بعد اینا رو ببرید داخل دیتا ورهاوستون. بحث مستر دیتا و متا دیتا هم که خدمتتون گفتم. کوالیتی کنترل، اینکه آیا دیتاهایی که ما تو دیتابیسمون داریم درست هستش یا نه. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که من میگم امسال ما یه فروشی داریم در استان خراسان مثلا شمالی. خب سال بعد خراسان شمالی ما نداریم، با خراسان رضوی فرض کنید که ادغام شد. من باید این داده رو درست بکنم یا نه؟ اون قسمتی از فروش که داخل خراسان شمالی بوده باید بیارم تو خراسان رضوی یا نه؟ اگه قراره بیارم آیا هیستوریش برای من مهمه؟ قبلا چقدر اینجا تفکیک شده داشتم؟ دادامو به صورت هیستوریکال بتونم ببینم خوبه یا نه؟ خب پس این بحث کوالیتی کنترل هم خیلی برای ما حائز اهمیت. و مورد بعدی هم اینتگریشن دفینیشنه، یعنی اون توانایی اینتگریت شدن با سایر نرم افزارها و با سایر پلتفرم‌ها رو ما داشته باشیم. متاسفانه توی بعضی از شرکت‌ها دیتاهای جوری مدل سازی شده که شما اصلا نمیتونید با بقیه مثلا نرم افزارشون سینکشون بکنید. بحث بعدی اینه که سلف سرویس بیای چیه؟ سلف سرویس بیای چیست؟ قبلا الان نمیدونم شما چقدر سابقه کار کردن با ابزارات بیای دارید یا داشتید. یه مفهوم ما داشتیم قبلا فقط به اسم بیای خالی. چیزی که پاور بیای الان داره، چیزی که تبلو الان داره، چیزی که کلیک بیو الان داره بهش میگن سلف سرویس. توی هوش تجاری سلف سرویس حالا بذار یه گذشته بهتون بگم. قبلا بیای خیلی سخت بود. خب یعنی انگار عمدن اومده بودن سختش کرده بودن. کسایی که با اوراکل بیای کار کرده بودن بعدش میان سمت پاور بیای و سلف سرویس متوجه راحتی کار قشنگ میشن. قبلا کار کردن به خود بیای سخت بود، یعنی حتما باید یک متخصص آیتی واسه شما یه همچین کاری رو انجام میداد. اما بعدا یه سری شرکت‌های مثل کلیک، تبلو اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا ما می‌خوایم بی آی رو راحت بکنیم. یعنی چی می‌خوایم بی آی رو راحت بکنیم؟ یعنی آقا من می‌خوام یک نرم افزاری رو بسازم، در اختیار مشتری قرار بدم، طرف خودش بتونه به داده‌ها وصل بشه و گزارش خودش رو بگیره. که اون مفهوم سلف سرویس هم به خاطر همینه، یعنی خود اون فرد بره این کار رو انجام بده. حالا توی توضیح ببینید هوش تجاری سلف سرویس یک رویکرد تجزیه و تحلیل داده است که کاربران کسب و کار را قادر به دسترسی و کار با داده‌های شرکت‌های بزرگ حتی اگر زمینه‌ای در تجزیه و تحلیل آماری هوش کسب و کار یا داده کافی ندارن بکنه. ابزارهای سلف سرویس هوش تجاری به کاربران اجازه میده تا فیلتر کردن، مرتب سازی و تجزیه تحلیل و تجسم داده را بدون درگیر کردن تیم‌های هوش تجاری و آیتی سازمان انجام بده.
سمت چپ هم من یه دونه چک براتون آوردم. از سال 2018 تا 2026 یک ترندی توی بحث بی آی هستش که میگه مثلا چقدر رشد داشته توی هر حوزه‌ای. توی حوزه ای کامرس که به شدت رفته بالا، توی حوزه تلکام و آیتی به شدت رفته بالا. توی مسائل دولتی و دفاعی، حالا من تو خود کشور خودم دارم میبینم خیلی شرکت دولتی دارن به این موضوع پی میبرن که اصلا این بی آی رو بتونن راه اندازی بکنن براش. بحث درمان، ساخت و ساز و نمیدونم تأسیسات و اینجور چیزا، بحث رسانه و سرگرمی، بحث لوجستیک و حمل و نقل، حتی بخش‌های خدماتی، بخش‌های مربوط به وزارتخونه‌ها، مخصوصا توی رصد کردن انرژی، خیلی بی‌آی میتونه برای ما کمک بکنه و ترند مثبتی. پس سلف سرویس بی‌آی اومد برای ما چیکار کرد؟ گفت من کار شما رو میخوام راحت بکنم. من چیزی رو در اختیارتون قرار میدم که شما راحت‌تر بتونید با داده‌های سازمان خودتون کار بکنید و بی‌آی خودتون رو بیارین بالا. خب ما کلی نرم افزار داریم. اصلا چرا پاور بی آی؟ اصلا چرا شما اومدید کلاس پاور بی آی ثبت نام کردید؟ اگه پاور بی آی نباشه من برم سراغ چی؟ اصلا چه چیزایی به جز پاور بی آی هست؟ از کجا بفهمیم پاور بی آی بهتر از همه است؟ اینا سوالاتی که ممکن ازتون بپرسم. مثلا شما میتونید برای شرکتی میگید خب بیایم بی آی راه بندازیم، طرف میگه با کدوم نرم افزار میخوای راه بندازی؟ شما میگی با پاور بی آی. میگه خب چرا؟ باید دلیل داشته باشه. یه عکس من اینجا دارم برای فوریه 2021 که پایینش نوشته عکس جدیدش رو داخل کانال گذاشتم. آدرس کانال و سایت هم این بالا هست، میتونید نگاه بکنید، تغییرات رو بهتر متوجهش میشید. یه شرکتی هست به اسم گارتنر، یه مؤسسه‌ای که میاد نرم افزارها رو توی حوزه‌های مختلف بررسی میکنه با هم دیگه و یه خروجی به همین شکل میده که یک مربع بزرگ داخل 4 تا مربع است و هر کدوم از این مربع یک سری تعاریف خاص دارن. محور افقی این مربع بزرگ نوشته کامپلیتنس آف ویژن. یعنی چی؟ یعنی اون نرم افزار، اون شرکتی که اینو حالا دیولپش کرده نیازهای مشتری رو بتونه ببینه، یعنی بدونه که مشتری دنبال چه دغدغه‌هایی هست، بیاد اونا رو حلش بکنه، نیازهای مشتری رو بتونه راحت‌تر درک بکنه. بهش میگن کامپلیتنس آف ویژن. محور عمودیشو نگاه بکنید چی نوشته ability to execute. محور عمودیش یعنی چی؟ یعنی قابلیت اجرا. خب خیلی مهمه. شما مثلا فرض کنید نیاز مشتری رو میدونی ولی قابلیت اجرایی نداری، خب به چه دردت میخوره؟ یا بالعکس قابلیت اجرا داری ولی توی یک حوزه خاص اصلا دیدت دو قدم جلوتر رو نمیتونه ببینه، خب اون به چه دردت میخوره؟ خب نمیچ. مثلا فرض کنید که من نیاز شرکتم اینه که محصولاتم سریع به دست مشتری برسه ولی مثلا لوجستیک خیلی درب داغونیه، خب این به چه درد میخوره؟ یعنی من اینجا ویژنم خیلی خوبه، میفهمم مشتری چی میخواد ولی قابلیت اجرا ندارم. پس کدوما خوبن؟ نرم افزارهای خوبن که تو جفتش بالا باشن، یعنی هر چقدر بریم سمت راست و هر چقدر بریم بالا. این مربع بالا سمت راستی برای ما خیلی مهمه، بهش میگن لیدرز یا توی فارسی معمولا بهش میگن رهبران هوش تجاری. مایکروسافت، تابلو و کلیک. مایکروسافت که همین بحث حالا پاور بی آی رو داره، تابلو هم همون نرم افزار تابلو خودمون رو داره و کلیک دو تا نرم افزار داره، کلیک ویو و کلیک سنس. کلیک ویو یه نمه قدیمی تر توی ایران باش کار کردن، خب قدمتش بیشتر. کلیک سنس من تا حالا جای درست درمونی ندیدم که با کلیک سنس کار بکنه. یه دو سه تا جا دیدم ولی خیلی جالب نبود اون. پس اگر یک نفر با ما گفتش که کدوم نرم افزار بهتره، خب طبیعتاً ما اینجا پاور بی آی شرکت مایکروسافت رو میتونیم انتخابش بکنیم. میگم ورژن جدید این رو هم داخل کانال هم میتونید ببینید که باز هم مایکروسافت با یه اختلافی همچنان اول هست. حالا این نرم افزارها آیا با هم دیگه فرق خاصی هم دارن؟ پاور بی آی، تابلو، کلیک ویو و کلیک سنس. این نرم افزارها رو میتوان در سطوح مختلف و با هزینه‌های گوناگون در استقرار اجرا و مشاهده کرد. هر یک در سطح و اندازه خوب هستند و میتوان گفت که پایه و اساس مفاهیم در همه اونها یکسانه. خب یعنی ما یک بیس دانشی که از جداول داریم و دیتابیس داریم که همشون یکسانه.
فقط تفاوتی که دارن بحث نمایششه، بحث هزینه استقرارشه، بحث راحتیشه، بحث یو آی یو ایکسشه، بحث گرافیکشه و از این دست موارد. خب حالا ما فهمیدیم که 3-4 تا نرم افزار داریم، کدومش انتخاب بکنیم. چند تا شاخص اینجا آوردم بر اساس نیازمون ببینیم که کدومش برامون بهتره. اولش اینه که نرم افزار داشبورد انتخابی ما باید بتونه به منابع داده مختلف به راحتی متصل بشه. نرم افزار داشبورد ما باید بتونه به منابع داده مختلف وصل بشه، به دیتابیس های مختلف. شما چند مدل دیتابیس میشناسید؟ اگه دیتابیس میشناسید اسمشو برام بنویسید. مثلا منابع داده مختلف اصلا کلا فکر میکنید چی هست به نظرتون؟ مثلا من گزارش پاور بی ام به چه چیزایی میتونم وصل بکنم؟ ببینم حالا اگر خب پانیز میگه اسکیول سرور، دقیقاً خب همشون به اسکیول سرور طبیعتاً وصل میشن دیگه. چی منابع داده‌مون یکیش اسکیول سروره. تکست اکسل، اسکیول، مونگو دی بی، درسته. اکسل و انواع دی بی ام اس ها، اکسل، اوراکل هم داره. یعنی چی خانم بخشان؟ اوراکل یعنی وصل شدن به اوراکل. بله خب اونجوری هست، بهش میگن او دی بی سی. حالا توی اس اس آی سی هم باش کار میکنه. اوراکل هم میتونید وصل بشید دیگه. بله پایگاه داده نو اسکیولی هم داریم. اکسل دیتابیسه. اتصال به گزارشات آنلاین هم مهمه. GA4 محمد جان من با GA4 کار نکردم نمیدونم، ولی گزارشات آنلاین آره وصل میشه. حالا وارد نرم افزار که شدیم بهت میگم. اکسل دیتابیسه. اکسل دیتابیس نیست. چرا؟ اکسس، آره اکسس میشه بهش وصل شد. اکسس دیتابیسه. چرا اکسل دیتابیس نیست؟ چرا اکسل دیتابیس نیست؟ اکسل با اینکه دیتابیس نیست ولی معروف ترین و پر استفاده ترین نرم افزار جهانه. هیچ نرم افزاری به اندازه اکسل تو سطح دنیا باش کار نمیشه. خب صادق جان داری چیزی تایپ میکنه، اینو اگه جواب اینکه اکسل دیتابیس نیست رو داری میدی سریعتر بگو که بریم سراغ بحث. چرا اکسل دیتابیس نیست؟ چه محدودیت هایی داره؟ ما به اکسل میگیم به اصطلاح همون صفحه گسترده یا اسپریت شیت، به عنوان یک دی بی در نظرش نمیگیریم. ریحانه میگه چون ساختار رسمی نداره و محدودیت حجم داره. خب یکم این جمله ها رو من درستش بکنم. این که محدودیت داره آره، 1 میلیون خورده شما ردیف میتونید اضافه بکنید بهش. خب این یه باگیه توی بحث دیتا. ساختار رسمی نداره. شما توی اکسل هر چیزی رو میتونید داخل هر سلولی بنویسید و این هم یک باگ خیلی بزرگه. شما توی جداولی مثلا جداول اسکیول سرور باید دیتا تایپ مشخص بکنید. مثلا اگر فیلد تکست هست نمیتونید داخلش تاریخ بنویسید، اگر تاریخه نمیتونید عدد بنویسید. پس دیتابیس ها یک ساختار منظم تری رو دارن. همینجوری نیستش که ما هرچی دلمون بخواد بتونیم بنویسیم داخل
اونها. خب دوستان میگن که بریک نداریم. ببینید کلاس ما 4 ساعت است. خب الان هم 1 ساعت و 18 دقیقه است کلاس ما گذشته. خب من سعی میکنم که بین 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت که درس بدم یه رو 20 دقیقه بهتون استراحت بدم. نظرتون چیه؟ اوکی این با این فرمت؟ چون الان حس میکنم که یه مقدار زوده برای این موضوع، چون فعلا هم کار عملی نکردیم. این خستگیاتون رو بذارید با وقتی که وارد نرم افزار شدیم شما هم کار بکنید. فعلا که در حد یک مشارکته. به نظر من حیف. الان 1 ساعت و نیم حداقل بریم، 10 دقیقه دیگه بریم، بعد ببینم حالتون چطوره. یه رو 20 دقیقه بهتون استراحت میدم. دوستان حتما هم با من همراه باشید. تمرین بهتون میدم. البته نیازی نیست تمرین‌ها رو برای من بفرستید. خب من تمرین بهتون میدم. اگر میخواین خودتون به خودتون ثابت کنید که دارید درس رو یاد میگیرید، میتونید این تمرینایی که بهتون میدم رو مثلا با هم بحث بکنید و نتیجه نهایی رو ببینید به چه صورته. لطفاً توی گروه هم سوالاتتون رو بپرسید، ولی جواب تمریناتون رو برای من شخصی بفرستید اگر حالا تمرین جلوتر بشه. یه سری تمرین‌ها خب جنراله من بهتون میگم که مثلا بحث بکنید راجبش، اونجا توی گروه هست، ولی خب اگه قرار چیز به من تحویل بدید ترجیح میدم که توی پی وی باشه که یه موقع بقیه دوستان جلو جواب‌ها رو نبینن. بعد خب ادامه بدیم. فهمیدید که نرم افزار داشبورد انتخابی ما باید بتونه به منابع داده مختلف وصل بشه. حالا شاید باورتون نشه پاور بی آی میتونه به فولدر هم وصل بشه. پاور بی آی میتونه به پی دی اف هم وصل بشه. پاور بی آی به دنیایی از دیتا سورس ها میتونه وصل بشه. حالا اینا رو کی با هم دیگه میبینیم؟ به زودی. شماره 2 امکان استفاده روی پلتفرم‌های مختلف رو داشته باشه. شما با پاور بی آی میتونید که روی موبایل، روی تبلت، روی دسکتاپ، روی وب، روی حالا کلاود، هر جای دیگه شما گزارشاتتون رو ببینید و آپدیت باشید. از این بابت هیچ مشکل و نگرانی نیست. شماره 3 استفاده از کدنویسی در آن به ندرت صورت گرفته و طراحی داخلی در نرم افزار با کمترین اطلاعات برنامه نویسی انجام میشه. فرمول نویسی پاور بی آی زبانش دکس هست. البته ام هم داریم ولی خب با دکس ما فرمولا رو می نویسیم. و کسانی که حالا قبلا کلیک ویو کار کرده باشن میدونن که یه چیز عجیب و غریبی هستن کلیک ویو فرمولاش. یعنی خیلی مثلا دلار ساین باید بذارید، آکولات باز کنید، پرانتز ببندید که بخواید یه فرمول با ست آنالیسیس مثلا بخواید بنویسید. خب ولی فرمول نویسی که ما تو پاور بی آی داریم طبیعتا خیلی راحت تره، مثل اکسل میمونه، نه دقیقاً مشابهش ولی تو همون ابعاد تو همون حالت ها هست و با کمترین اطلاعات برنامه نویسی هم که هستش جلوتر میبینید. داخل نرم افزار که میشیم یک سری شاخص ها رو خودش برامون حساب میکنه، نیازی نیست حتما ما فرمول رو براش بنویسیم. مورد 4 اینکه از چارت ها و ویژوال های گرافیکی در آن بتونیم استفاده بکنیم. خب شاید بگید کلیک ویو هم همینطوریه، کلیک سنس هم همینطوریه، تابلو هم همینطوریه، پاور بی آی هم همینطوریه، چه فرقی داره؟ مزیت پاور بی آی به بقیه اینه که با دنیایی از چارت ها و ویژوال ها شما مواجهید. کلی ویژوال دیفالت داره و کلی ویژوال غیر دیفالت هم داره که شما میتونید از اونا داخل گزارشاتتون استفاده بکنید. از هم مهمتر پاور بی آی از وقتی که اومد مثلا مپ آنلاین رو داشت پشتیبانی میکرد، ولی شرکتی مثل کلیک برای کلیک ویو مپ نذاشته بود. کلیک سنس مپ داشت ولی کلیک ویو مپ نداشته بود. به خاطر همین کار کردن با کلیک ویو توی مپ یه مقدار دردسرای خاص خودش رو داشت. ما مثلا یادمه برای وزارت بهداشت که داشتیم اون موقع با کلیک ویو کار میکردیم، بیای رو میآوردیم بالا، از نمودار اسکتر استفاده میکردیم. بک‌گراند اون نمودار اسکتر رو مثلا چی میذاشتیم؟ نقشه ایران میذاشتیم که هر کدوم از اون دایره‌های اسکتر پلات ما بره روی اون استانی که حالا مد نظرمون هست قرار بگیره. از این مدل خلاقیت‌ها می‌زدیم، ولی خب یه جایی هم خیلی دقیق نمی‌افتاد اون نقطه، عدد کم میشد، زیاد میشد، خیلی وسط وای نمی‌ایستاد، یه موقعی میرفت اون گوشه‌ها واسه خودش میچرخید. خلاصه که داستان زیاد داشتیم. شماره 5
استفاده از نقشه‌ها جهت نمایش تصویری اطلاعات در آن به راحتی صورت گیرد. اینو که مفصل همین الان در مورد صحبت کردم. شماره 6 نصب و پیکربندی نرم افزار نیاز به دانش فنی بسیار بالا نداشته باشید. اگر پاور بی آی نصب کرده باشید طبق حرفی که توی گروه زدم 4 تا اوکی و نکست بعد می‌ذارید و تمام میشه. ریپورت سرور هم همینطور، فقط دو سه تا نکته ریز داره که اونم باید بررسیش بکنید. کلا نیاز خاصی به یک مثلا دوره طولانی یا مثلا یک دانش عجیب و غریب برای نصب نرم افزار شما ندارید و این خب یه مزیته. چرا باید همه اینا آسون باشه؟ چرا باید نصب و پیکربندیش آسون باشه؟ چرا باید نقشه ها آسون باشه؟ چرا کلی ما باید 4 تا ویژوال داشته باشیم که آسون باشه؟ دلیلش به خاطر همون سلف سرویس هست. طرف اومده یه برنامه‌ای نوشته که واسه من مفید باشه، واسه شما مفید باشه، واسه مدیر مفید باشه، واسه کارشناس مفید باشه. پس طبیعتا همه چیزو تا جای ممکن اومده چیکار کرده؟ آسونش کرد. شماره 7 چی میگه؟ میگه آموزش استفاده از آن به پرسنل در سطوح مختلف به راحتی صورت گیره. خب این خیلی خوبه. یعنی اگر ما توی همین دوره‌ای که داریم برگزار می‌کنیم، هممون که همسن نیستیم، هممون که تجربیات کارمون یکی نیست، هممون که استعدادها و دانشمون که یکی نیستش، ولی آخر جلسه میفهمید اگر پا به پای من بیاد خیلی راحت و شیک و مجلسی، این قول رو هم بهتون دادم دیروز، راحت میتونید وارد بازار کار پاور بی آی بشید. شماره 8 در صورت نیاز به ایجاد تغییر در بخشی از نرم افزار بتونه به صورت ماژولار کار کنه. این شماره 8 رو بعداً شما خودتون جلوتر متوجهش میشید. و شماره 9 در صورت از کار افتادن بخشی از اتصال به یک منبع داده بتونه از بقیه منابع داده اطلاعات رو دریافت کنه. مثلا من یه اکسلی دارم لودش کردم و یه اسکیول سروری هم دارم. کانکشن اسکیول سرور من مثلا ایراد داره، نمیدونم وصل نمیشه یا مثلا سرور خاموشه یا هر کار دیگه که هست. وقتی رفرش میکنم دیتاهای من نمیاد یا با ایرور مواجه میشه یا هر چیز دیگه. میتونم اونو بگم که لودش نکن، میتونم بگم مثلا تو ریپورتم هم نیار، میتونم بگم مثلا رفرشش نکن. همه این کارا رو میتونیم انجام بدیم تا وقتی که اون داده کانکشنش برای ما درست بشه. این خیلی خوبه. فکر میکنم کلیک ویو این شماره 9 رو نداشت، یعنی یا همه یا هیچی، یا همه منابع رو میخوند یا ایرور میداد میگفتش که برو مثلا درستش کن. فکر میکنم دقیق یادم نیست، چون قضیه واسه 9 سال پیشه، 7 سال پیشه فکر کنم. خب با این شرایط کدوم نرم افزار اصلا بهتره؟ خب قطعاً پاور بی آی از همه اینا بهتره، چون توی 9 تا حوزه مختلف از رقبا جلوتره. خب حالا که ما فهمیدیم پاور بی آی خوبه، باید ببینیم از چه اجزایی تشکیل شده. ما اول اومدیم مقدمات رو بهتون گفتم که هوش تجاری چی هست، چه تفاوتی بی آی داره با دیتا ساینس. بعد در مورد داده اومدیم صحبت کردیم، بعد گفتیم خب اوکی همه اینو خوبن، حالا بخوایم نرم افزار رو انتخاب بکنیم کدومش، فهمیدیم که باید پاور بی آی انتخاب بکنیم. حالا که فهمیدیم پاور بی آی انتخاب بکنیم، باید الان ببینیم که پاور بی آی ما چند بخش داره، چیشو باید دانلود بکنیم اصلا. یعنی روال این پاورپوینت به این صورت بود، یک مروری براتون انجام دادم. پاور بی آی مجموعی از برنامه‌ها و سرویس‌هاست که به سازمان‌ها کمک می‌کنه تا داده‌های مورد نیاز را از منابع داده‌ای متنوع و گوناگون استخراج کنه، بصری سازی کنه و در نهایت آنها را در بستر مورد نیاز خود بارگذاری کنه. چرا ما با بی آی سعی می‌کنیم داده‌ها رو بصری سازی بکنیم؟ به نظرتون چرا؟ چرا ما داده‌های خاممون رو باید بصری سازی بکنیم؟ خب پانیز میگه برای تحلیل راحت‌تر، حدیث میگه تحلیلش راحت‌تره، صادق میگه تصویر قابل فهم‌تر. یه دوست عزیزی که اسمش هم ننوشته لطفاً اسمتو بنویس بتونیم توی کوتاه‌ترین زمان بیشتر اطلاعات رو بگیریم. شاید
کاتبین میگه قابل استفاده برای همه سطوح باشد. قابل استفاده، نه همون توضیحی که اولیه گفتم بهتر. درک یک ترند همون اسلاید اول رو اگر شما یادتون باشه، درک اون ترند خیلی راحت‌تر از دیدن جدول خامش بود. در واقع ما این کار انجام میدیم که خیلی راحت‌تر بتونیم ببینیم. چرا از نقشه استفاده میکنیم؟ میخوایم پراکندگی‌ها رو خیلی راحت‌تر توی نقشه ببینیم. چرا مثلا از بار چارت استفاده میکنیم؟ برای اینکه مقایسه‌ها رو خیلی راحت‌تر ببینیم. و دلیل اینکه بصری سازی خیلی خوبه اینه که فهمش رو راحت‌تر میکنه. ریانه میگه بصری سازی داده کمک میکنه تا اطلاعات پیچیده به راحتی قابل درک و تحلیل بشن و الگوها و روندها سریعتر شناسایی بشن. دقیقاً. خب این یک نمای کلی از پاور بی آی و چند تا فیچر سمت چپش داره، چند تا فیچر که از اکسل بهش به ارث رسیده هم سمت راستش داره. اولی بحث پاور بی آی سرویسه که جلوتر بهتون میگم پاور بی آی سرویس چیه. بعدی پاور بی آی Q&A همون کوئسچن و انسره. بحث دیتا منیجمنت گیت فیر ها رو داریم که جلوتر میبینید اصلا یعنی چی. بحث دیتا کاتالوگ ها رو هم جلوتر میبینید. فقط میخوام یک نمای کلی از پاور بی آی شما داشته باشید. اما قسمت های سمت راست، اگر با اد این ها یا اکستنشن های اکسل کار کرده باشید، این 4 تا رو احتمالاً به گوشتون خورده اسمشون: پاور کوئری، پاور پیوت، پاور ویو و پاور مپ. خب اینا از اکسل به پاور بی آی رسیده. در واقع پاور بی آی اومده چیکار کرده؟ گفته که خب اکسل مگه نه یه نرم افزار محبوب نیست؟ مگه فرمول نویسیشو مردم باش بلد نیستن؟ من بیام اونو یه پله ارتقا بدم، تبدیل بشه به نرم افزار بی آی، فرمولاش هم یکم تغییر بدم به اسم زبان دکس که همه بتونن باش کار بکنن و این کارها و این اد این هایی که داخل اکسل بوده رو هم بیارم داخلش برای اینکه بتونم با جداول کار بکنم. اولش پاور کوئریه. کسی میدونه پاور کوئری چیکار میکنه؟ پاور کوئری توی اکسل کسی باش کار کرده؟ پاور کوئری چیکار میکنه؟ پاور کوئری این بخش دیتا کلینزینگ، این بخش که مسئولیت پاکسازی و آماده سازی داده ها را بر عهده دارد، قابلیت اتصال به منابع داده‌ای و همچنین ترکیب و تغییر شکل داده ها را میدهد. پس پاور کوئری ابزاری برای مسئولیت پاکسازی و آماده سازی داده است. این نوت رو حتما داشته باشید. پس اگه من بخوام یک دیتا رو یک جایی تغییرش بدم، بعد کدوم قسمت برم؟ بعد برم توی پاور کوئری. زبان مورد استفاده در این قسمت چیه؟ زبان M. یعنی شما با زبان M میتونید دستوراتی رو بنویسید و کار بکنید با پاور کوئری. آیا لازم زبان M رو یاد بگیرید؟ من میگم نه. تمرکزتون رو بذارید روی دکس. خب آیا من M به شما یاد میدم؟ اینم نه. نهایت یه دونه فرمولی که خیلی شاید توی M به دردتون بخوره رو بهتون میدم. هر جا خواستید بتونید استفادهش بکنید. تخصص شما توی زبان دکس سنجیده خواهد شد. دکس مهمه و سعی کنید با اون کار بکنید. پس پاور کوئری بخش پاکسازی و آماده سازی دیتا رو داره. پاکسازی یعنی چی؟ اینو فرض کنم من یه دیتا بیسی دارم، یه دیتا سورسی دارم، مثلا فرض کنم که 50 تا ستون داره. آیا من باید 50 تا ستونش رو بیارم داخل نرم افزار؟ نه. شاید 15 تاش برای من کافی باشه. بقیه رو چیکار می‌کنی؟ بقیه رو باید بگی نیاد دیگه. این که می‌خوای بگی اینا نیاد، کجا باید بگی؟ توی پاور کوئری باید بگی. مثلا فرض کن من توی جدول منابع انسانی دارم میگم که توی فیلد جنسیت یه دونه 0 و 1 دارم، مثلا 0 آقایونن 1 خانومان. یه دونه عدد 2 3 هم مثلا من دارم. خب 2 3 که ما نداریم، هرچند خارجی‌ها دارن ولی ما نداریم. خب این 2 3 باید درست بشه، بالاخره یا باید 0 بشه یا باید 1 بشه. پس باید چی کارشون بکنیم؟ باید اینها رو درستش بکنیم و توی اون مرحله مربوط به آماده سازی دیتا این تغییرات رو بدیم. پس پاور کوئری وظیفه‌اش همین. زبانش هم بهتون گفتم، زبان مورد استفاده در این قسمت زبان M. بعد پاور پیوت، یکی از اجزای مهم برای مدل سازی داده به صورت تابولار. مدل سازی پاور بی آی بر اساس تابولاره. حالا دوستانی که دوره‌های SSIS و SSIS منو شرکت میکنن، من اینجا مفصل در مورد تابولار و حالا غیر تابولار اینو توضیح میدم بهشون. ولی خب شما در همین حد برای همین کلاس بدونید تابولار یعنی جدولی، یعنی ارتباط بین جداول
و یه نکته مهمی رو هم بنویسید توی جزوه‌تون. بین دو تا جدول فقط یک ریلیشن میشه زد. البته این موضوع خیلی زوده، ولی خب بدونید حالا که بحث تابولا رو ریلیشن و اینجور چیزا مطرح شد، این موضوع رو هم شما در نظر داشته باشید. پس پاور پیوت یکی از اجزای مهم برای مدل سازی دادا به صورت تابولا. پاور ویو چیکار میکنه تو اکسل؟ کسی با پاور ویو کار کرده تو اکسل؟ پاور ویو چیکار میکنه؟ کسی کار کرده یا نکرده با پاور ویو؟ خب پاور ویو کسی کار نکرده. پاور ویو چیکار میکنه؟ ابزاری برای بصری سازی دادا که قابلیت ساخت چارت‌ها، نمودارها و نقشه‌های تعاملی رو به کاربر میده. خب اگه با پاور ویو کار نکرده، با پاور مپ هم احتمالاً کار نکرده. ابزاری برای بصری سازی سه‌بعدی داده جغرافی، همون نقشه خودمون. یعنی شما پاور کوئری، پاور پیوت، پاور ویو و پاور مپ رو اگه توی اکسل استفاده بکنید هم شدنی هست. یه دونه پاور کیو ان ای هم داریم، قابلیتی که به کاربر اجازه میده با استفاده از زبان طبیعی پاسخ سوالات خود رو از من دادا پیدا بکنه. این یه دونه ویژواله توی پاور بی آی. یعنی شما انگلیسی می‌نویسی مثلا جمع فروش در کشور ایران چقدر، بهت عدد رو میده. ولی باید به چه زبانی بنویسی؟ انگلیسی باید بنویسی. جلوتر ما باهاش کار میکنیم. یه جوری هوش مصنوعی انگار. و اما ورژن‌های مختلف پاور بی آی، ما اصلا چه ورژنی از پاور بی آی باید نصب بکنیم. اولش پاور بی آی دسکتاپه، همون چیزی که من دیشب تو گروه گفتم. برید از اون لینک پاور بی آی دسکتاپ رو دانلود بکنید. نویسه شما به عنوان یک توسعه دهنده داشبورد نیاز به پرداخت هیچ مبلغی برای ساخت داشبوردهای خود ندارید. کاملا رایگان. کافی است پاور بی آی دسکتاپ رو نصب کنید. پس از آن تمام اعمال مربوط به تغییر و ترکیب داده، تمیزکاری داده و در نهایت فرمول نویسی و ساخت داشبورد برای شما امکان پذیر خواهد بود. ممکن است حتی این روش برای سازمان‌های کوچکی که نیاز به انتشار داشبوردهای خود ندارند مناسب باشه. من برای کارگاهی در واقع داشتم بی آی رو آماده می‌کردم و اونجا نیازی نبود ما حتما سرور داشته باشیم. به خاطر همین فایل پاور بی آی رو براشون ایمیل می‌کردم، اتچ می‌کردم و حجم فایلش هم خیلی کم بود. اونم پاور بی آی روی سیستماشون نصب داشتن و گزارشاتشون رو می‌دیدم، مثل همه فایل‌های اکسل. دوستان صدا رو دارید؟ یه عدد یک بهم بدید، خیلی وقت چکش نکردم این بحث صدا رو. اوکی، خیلی خوب. شما با پاور بی آی میتونید داده‌های خودتون رو توی سایت پاور بی آی هم منتشر بکنید. خب همون نسخه کلود، همون پاور بی آی سرویس. خب اما این کار خیلی خطریه. خطرش چیه؟ اگه شما از طریق پاور بی آی دسکتاپ که رایگانه این کار رو انجام بدید، لینکی به شما ارائه می شود که هر کس آن را در اختیار داشته باشد در مرورگر خود وارد نموده و داشبورد رو مشاهده میکنه بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای. اما متاسفانه با این روش لینک شما عمومی میشه و ایدئال بسیاری از سازمان ها نیست. اگه گزارشتون خوشگل هم باشه، ممکنه پاور بی آی اون گزارش شما رو برداره و تو گالری خودش نشون بده به عنوان مثلا یه جورایی نمونه کار. شما که طبیعتاً دوست دارید دادای شرکتتون پخش و پلا بشه، پس این موضوع اصلا به درد ماها نمیخوره. این از نسخه دسکتاپ. نسخه بعد سرویسه، همون کلود مایکروسافتی که بهتون گفتم. شما میتونید از سرویسی تحت عنوان پاور بی آی سرویس استفاده نمایید. این ورژن قابلیت‌های بسیار زیادی را در اختیار شما قرار میدهد. دو تا نسخه پرو و پریمیوم هم داره که هیچ کدوم از این دو تا نسخه رایگان نیستن. خب حالا چه فرقی داره با پرو؟ که همون مثل نسخه پاور بی آی دسکتاپه، ولی نکتهش اینه که چون رایگان نیستن و شما بابتش پول میدی، داشبوردات دیگه عمومی نمیشن، میتونی به صورت خصوصی کار بکنی. اگر تو این کلاس کسی از آمریکا هست، احتمالاً اگه یکم پیگیر بشه میبینی که از این نسخه پرو زیاد استفاده میکنه. نسخه پرو زیاد ازش استفاده میکنه. بعد چیه؟ نسخه پریمیومه.
اونم همون قابلیت‌های پرو رو داره، با این تفاوت که این نسخه تمام زیرساخت‌های مورد نیاز شما از طریق مایکروسافت فراهم میشه. قبلا مثلا ما از این چالش‌ها داشتیم، حجم یه گزارشی تا نمیدونم حالا عددش چقدر بود، حالا تا یه حجمی میتونستی پاور بی آی پرو مثلا داشته باشی. خب ولی وقتی پریمیوم داشته باشی نامحدود میشه دیگه، چون همه زیرساختات به خود مایکروسافته. توی ایران پرو و پریمیوم کاربردی ندارن، چون هزینه‌اش دلاری نمیصرفه برای شرکت. خب پاور بی آی موبایل هم که ابزاری که شما میتونید گزارشات رو روی تلفن همراه مشاهده بکنید. بعدی پاور بی آی ریپورت سروره، این چیزی که توی ایران خیلی ازش استفاده میشه. توی خارج از کشور هم خیلی ها از این استفاده میکنن. خود شما میتونید داشبوردهای خود رو با استفاده از پاور بی آی ریپورت سرور بارگذاری و منتشر کنید. این ورژن مناسب سازمان‌هایی است که میخواهند داشبوردهای خود را بر روی سرورهای سازمان خود منتشر کنند. یه جمله آخرش نوشتم، دقت بکنید. البته این بخش رایگان نیست و متعهد میشویم که از آن استفاده تجاری نکنیم. شما توی خارج از ایران اگر برای یک نفری پاور بی آی ریپورت سرور نصب بکنید و اونجا تیک دیولپرش رو بزنید، یعنی در واقع رایگان بخواید استفاده بکنید، خلاف جریمه میشید و احتمال حتی زندانی شدنتون هم هست. ولی خب اینجا ایرانه دیگه، ما فعلا تیک دیولپرش رو میزنیم. حالا اون تیک رو کجا قراره بزنیم بمونه برای جلسات بعد که کار با ریپورت سرور رو بهتون آموزش میدم. خب اینجا هم گفتم دیگه چجوری باید دانلود بکنید. یعنی دانلود پاور بی آی دسکتاپ رو اگه بزنید نسخه 64 بیتش رو میتونید دانلود بکنید و نصبش کنید. خیلی مسئله خاصی از این بابت نیست. حالا من چه ورژنی رو قراره به شما یاد بدم بین این همه ورژنی که بهتون گفتم؟ دو تا ورژن رو بهتون میگم. اولیش پاور بی آی دسکتاپ، دومیش پاور بی آی ریپورت سرور. شاید بگید که خب چرا داری ریپورت سرور رو درس نمیدی؟ چرا داری دسکتاپ رو درس میدی؟ مگه نگفتید توی سازمان‌های ایرانی با ریپورت سرور کار میکنن؟ ببینید عملاً پاور بی آی دسکتاپ خالی دردی از شما دوا نمیکنه. شما یا باید برید رو همون نسخه کلودش یا باید برید رو همون نسخه ریپورت سرورش. اما چرا من ریپورت سرور رو نمیگم؟ بخاطر اینکه پاور بی آی دسکتاپ ویژگی‌های بیشتری داره نسبت به خود ریپورت سرور. پس اگه من به شما پاور بی آی دسکتاپ رو یاد بدم، انگار اتوماتیک ریپورت سرور رو هم به شما یاد دادم. و یک سری فیچرها هست که داخل پاور بی آی دسکتاپ هست ولی داخل ریپورت سرور نیست. خب من اونا رو میخوام بهتون بگم. پس به همین دلیل فعلا با پاور بی آی دسکتاپ میریم جلو و در آخر هم میبینید که ریپورت سرور عیناً مثل خود پاور بی آی دسکتاپه، با اندکی تفاوتش هم اصلا ظاهری نیست، یه سری بحث‌های مفهومی داره که بهتون هم میگم. خب نظرتون چیه که یه استراحتی با هم دیگه بکنیم؟ خب این پاورپوینت مقدمات بحثش تمام شد. بعد بریکمون به نظرم یه 20 دقیقه بریک داشته باشیم خوبه. یه ربع خوبه یا 20 دقیقه؟ 5 بیایم تا 7 تمامش بکنیم. 15 دقیقه. خب بله کدوم بود؟ خیلی خوب، بریم برای استراحت و خب همون ساعت 5 میایم. مثل اینکه 5 تا 7 خواهان بیشتر داری. 20 دقیقه استراحت بکنید. 5 میایم و تا ساعت 7 میریم. من کال رو هم قطع میکنم. رأس همون 5 مجدد کال رو میزنم. میبینمتون.